من به 10 زبان صحبت می کنم. دختر جوان با دستانی که دستبند به آنها بسته شده بود گفت. قاضی از خنده منفجر شد. حتما. و من هم چند زبانه هستم. در برابر تمام دادگاه به تمسخر گفت. اما وقتی دختر دهان باز کرد، خنده قاضی یخ بست. سالن دادگاه تجدید نظر استان هرگز تا این حد پر نشده بود. هر صندلی اشغال شده، مردم به دیوارها تکیه داده بودند. خبرنگاران با دوربین‌های خاموش منتظر لحظه دقیق برای شکار خبر روز بودند. همه جمعی سمفونی انتظاری ایجاد می‌کرد که سیستم تهویه مطبوع ساختمان قدیمی دادگستری را به ارتعاش در می‌آورد. پریسا رحمانی با دستبند به سمت جایگاه شهود رفت. قدم‌هایش در سکوت ناگهانی که با فریاد به پا خیزید. دادگاه دایر از توسط پاسبان دادگاه علی طباطبایی حاکم شد، طنین انداز می‌شد. همه برخاستند در حالی که قاضی حسین احمدی از درکناری وارد می‌شد و توده‌های نامرتب از مدارک را حمل می‌کرد. او مردی درشتاندام بود، با موهای خاکستری که به دقت به عقب شانه شده بود و آن نوع حالتی در چهره که فقط سالها صدور حکم برای زندگی دیگران می‌تواند بر صورتی بنشاند. آمیزهای از خستگی، برتری و گاهی اوقات تحقیر. می توانید بنشینید. احمدی دستور داد و مدارک را با ضربه‌های خشک روی میز خود رها کرد که چندین نفر از حاضران را از جا پراند. پریسا بین دو پاسبان ایستاده بود و سارا کریمی، وکیل تسخیریاش، در سمت چپ او قرار داشت. سارا زن میانسالی بود که بار سنگین پرونده‌های زیاد و بودجه بسیار کم را بر دوش می‌کشید. او حلقه‌های سیاهی زیر چشم داشت و آن لرزش به سختی قابل تشخیص در دستانش که نشان از مصرف بیش از حد کافئین و کمبود خواب بود. پرونده شماره 47403 منشی دادگاه اعلام کرد. دولت علیه پریسا رحمانی. اتهامات: کلاهبرداری الکترونیکی، جعل هویت و کلاهبرداری مشدده. همه مانند موجی به سالن بازگشت. پریسا احساس کرد صدها چشم بر پشتش خیره شده‌اند و او را پیش از ارائه هر گونه مدرکی قضاوت می‌کنند. او این حس را می‌شناخت. تمام عمرش آن را حس کرده بود. دادستان رضا حسینی با حرکاتی تئاتری برخاست. کراوات خود را مرتب کرد، گویی بازیگری در شب اول نمایش است. او مردی لاغر و با ویژگی‌های تیز بود که با آن لهجه طبقه بالای جامعه صحبت می‌کرد که بلافاصله سلسله مراتب را در هر اتاقی برقرار می‌ساخت. جناب عالی، حسینی با صدای رسا آغاز کرد. ما در برابر دختری جوان قرار داریم که یکی از پیچیده‌ترین کلاهبرداری‌هایی را که این دادگاه تا به حال دیده مرتکب شده است. خانم رحمانی خود را به عنوان مترجم رسمی معرفی کرده و به شرکت‌های چندملیتی، مؤسسات آموزشی و حتی نهادهای دولتی خدمات ارائه داده است. او میکسی دراماتیک کرد و به آرامی در مقابل هیئت منصفه قدم زد. هزاران دلار برای ترجمه هایی که ادعا می‌کرد به 10 زبان مختلف انجام داده دریافت کرده است. 10 زبان، جناب عالی. اما واقعیت این است که این دختر به سختی تحصیلات متوسطه را به پایان رسانده و هیچ گواهی، هیچ مدرک، هیچ اعتباری ندارد که توانایی‌های زبانی ادعایی او را تایید کند. حسینی با لبخندی که قصد داشت دلسوزانه باشد اما تحقیر را پنهان می‌کرد به سمت پریسا برگشت. ما درک می‌کنیم که نیاز مالی می‌تواند افراد را به سمت تصمیمات اشتباه سوق دهد، اما کلاهبرداری است بدون توجه به شرایط. پریسا مشت‌هایش را داخل دستبند فشار داد. هر کلمه دادستان مانند پتکی بود که بر حیثیت او کوبیده می‌شد، نه به این دلیل که درست بودند، بلکه به این دلیل که به نظر می‌رسید هیچ کس علاقه‌های به شنیدن نسخه او از داستان نداشت. قاضی احمدی با حالتی بی‌حوصله مدارک را ورق می‌زد، گویی این فقط پرونده‌های دیگر در فهرست بی‌پایان مسئولیت‌های قضایی او بود. او بدون اینکه زحمت بکشد دهانش را بپوشاند، خمیازه کشید. آیا دفاعی‌های قبل از ادامه کار وجود دارد؟ با لحنی یک نواخت و بدون اینکه حتی از روی کاغذها سر بردارد پرسید. سارا کریمی گلوی خود را صاف کرد. دستهایش می‌لرزید، در حالی که دفترچه یادداشت کهنه‌هاش را نگه داشته بود. جناب عالی، موکل من بر بیگناهی خود اصرار دارد. اتهامات مطرح شده بر اساس سوء تفاهم و عدم ارتباط با کارفرمایانش است. خانم رحمانی آماده است تا توانایی‌هایی را که ادعا می‌کند اثبات کند. اثبات کند؟ احمدی بالاخره سر برداشت، ابروهایش با علاقه تمسخرآمیزی بالا رفت و دقیقاً چگونه قصد دارد ثابت کند که به 10 زبان صحبت می‌کند؟ آیا قرار است برای ما به هر زبان یک ترانه بخواند؟
چند خنده عصبی در میان حضار برخاست. قاضی از شوخطبعی خود راضی به نظر می رسید. جناب عالی، با نهایت احترام سارا سعی کرد ادامه دهد، اما احمدی با تکان دستش او را قطع کرد. خانم کریمی، من این پرونده را بررسی کردم. موکل شما 23 سال دارد. در یک محله کم برخوردار بزرگ شده و طبق سوابق قبل از این تجارت ترجمه ادعایی به نظافت دفاتر مشغول بوده است. او مستقیما به پریسا نگاه کرد. هیچ سابقه تحصیلات عالی، هیچ گواهی بین المللی، هیچ چیز که نشان دهد این دختر حتی 3 زبان را بلد باشد، چه رسد به 10 زبان. در این لحظه بود که پریسا سرش را بالا آورد. چشمانش که تمام جلسه به زمین دوخته شده بود، مستقیما با چشمان قاضی تلاقی کرد. آتشی در آن نگاه بود. سالها تحقیر، دست کم گرفته شدن و نادیده گرفته شدن در آن بود. اجازه صحبت می‌خواهم. جناب عالی، با صدای واضح و محکم گفت. احمدی متعجب به او نگاه کرد. اکثر متهمان در جلسات مقدماتی سکوت می‌کردند و اجازه می‌دادند وکلایشان صحبت کنند. اما چیزی در نحوه نگاه این دختر به او بود که آمیزهای از خشم و کنجکاوی را در او ایجاد کرد. آیا نکته مرتبطی برای افزودن به پرونده دارید؟ با لحنی شکاکانه پرسید. من به 10 زبان صحبت می‌کنم. پریسا هر کلمه را با وضوحی کریستالی بدون ذرهای تردید در صدایش بیان کرد. و می‌توانم همینجا، همین حالا، اگر جناب عالی اجازه دهند آن را ثابت کنم. سکوت پس از آن چنان عمیق بود که صدای وزوز چراغ‌های فلورسنت سقف شنیده می‌شد. همه حاضران به جلو خم شدند، گویی خود جهان نفسش را حبس کرده بود و سپس قاضی حسین احمدی کاری کرد که هیچ کس انتظارش را نداشت. سرش را به عقب انداخت و از خنده ریسه رفت. این یک خنده مودبانه یا کنترل شده نبود، بلکه یک خنده بلند و تقریباً هیستریک بود که هیکل درشت او را بر روی صندلی جایگاه قاضی به لرزه درآورد. این باورنکردنی است. در میان خنده‌هایش فریاد زد و اشکه‌های چشمانش را با دستمالی پاک کرد. متهم می‌خواهد به ما ثابت کند که به 10 زبان در دادگاه من صحبت می‌کند. خنده‌های دیگری به خنده قاضی پیوست. دادستان حسینی با دهانی باز لبخند می‌زد و سرش را با ناباوری تکان می‌داد. برخی از مردم آشکارا می‌خندیدند، برخی دیگر با تمسخر پچ پچ می‌کردند. خانم رحمانی، احمدی موفق شد خنده‌هاش را به اندازه‌های کنترل کند که صحبت کند، هرچند صدایش هنوز از سرگرمی می‌لرزید. من خلاقیت شما را تحسین می‌کنم، اما اینجا دادگاه است، نه یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی. ما وقت دادگاه را با نمایش‌های سیرک تلف نمی‌کنیم. آیا عدالت به نظر شما سیرک است؟ صدای پریسا مانند چاقویی در هوا برید. خنده قاضی فوراً یخ بست. چشمانش تنگ شد و برای لحظه‌های سکوتی خطرناک سالن را پر کرد. ببخشید؟ صدایش به لحنی تهدیدآمیز پایین آمد. پریسا یک قدم به جلو برداشت و کشش هشدارآمیزی را که سارا کریمی به بازویش داد نادیده گرفت. با نهایت احترام جناب عالی، شما همین الان به من خندیدید بدون اینکه حرفم را بشنوید. شما من را قضاوت کردید بدون اینکه اجازه دهید از خودم دفاع کنم. اگر این سیرک نیست، نمیدانم چیست. پاسبان طباطبایی یک قدم جلو آمد، آماده مداخله در صورت وخامت اوضاع، اما قاضی دستش را برای متوقف کردن او بالا برد. احمدی به جلو خم شد، آرنجهایش را روی میز گذاشت. شما جسارت دارید خانم رحمانی. این را به شما اعتراف می کنم. اما جسارت شما را از شواهد علیه شما نجات نمی دهد. شواهد دروغ می گویند. پریسا پاسخ داد. یا بهتر بگویم افرادی که آنها را تفسیر کردند دروغ گفتند، زیرا هرگز زحمت نکشیدند بررسی کنند که آیا من واقعاً می توانستم کاری را که می گفتم انجام دهم یا خیر. و چرا باید این کار را بکنیم؟ حسینی از جایش مداخله کرد. چرا دولت باید منابع خود را صرف بررسی ادعاهای خیالی کسی کند که آشکارا سعی در فرار از عواقب اعمال خود دارد؟ زیرا این وظیفه شماست. پریسا به سمت دادستان برگشت، صدایش قدرت گرفت. وظیفه شماست که به دنبال حقیقت باشید، نه اینکه بر اساس پیش‌داوری‌ها فرض گناهکاری کنید. نظم. احمدی چکش خود را بر روی میز کوبید. خانم رحمانی، شما در حال قدم گذاشتن در زمین خطرناکی هستید. پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه شما را به اهانت به دادگاه متهم کنم، سکوت کنید. پریسا نفس عمیقی کشید. می‌توانست ضربان قلبش را چنان قوی حس کند که فکر می‌کرد همه در سالن می‌توانند آن را بشنوند، اما عقب نشینی نمی‌کرد. نه، این بار او تمام عمرش عقب نشینی کرده بود. جناب عالی، سارا کریمی با عجله مداخله کرد. صدایش لرزان اما مصمم بود. من رسما درخواست می‌کنم که به موکل من
اجازه داده شود توانایی‌های زبانی خود را اثبات کند. اگر او بتواند ثابت کند که به زبان‌هایی که ادعا می‌کند صحبت می‌کند، این ماهیت پرونده را به طور بنیادی تغییر خواهد داد. احمدی با آمیزهای از ناباوری و رنجش به او نگاه کرد. خانم کریمی، آیا واقعاً پیشنهاد می‌کنید که این دادگاه را به یک آزمون زبان تبدیل کنیم؟ من پیشنهاد می‌کنم که به موکل من فرصتی برای دفاع مناسب از خود بدهیم. سارا پاسخ داد و ذخیرهای از شجاعت را که نمی‌دانست دارد پیدا کرد. آیا عدالت به همین معنا نیست؟ قاضی به صندلی خود تکیه داد که زیر وزن او جیر جیر کرد. برای مدت طولانی به پریسا نگاه کرد. چشمانش او را ارزیابی می‌کردند. گویی او معمایی بود که نمی‌توانست حل کند. چیزی در این دختر جوان بود که او را ناراحت می‌کرد. فقط جسارت او نبود، بلکه قطعیت مطلق در چشمانش بود. بسیار خوب. بالاخره گفت. برای تعجب همه در سالن، من به شما فرصت می‌دهم که در ملاء عام خود را مسخره کنید، اما وقتی شکست بخورید و شکست خواهید خورد، من اتهامات اهانت به دادگاه و اخلال در اجرای عدالت را به فهرست طولانی مشکلات قانونی شما اضافه خواهم کرد. او به منشی خود برگشت. با بخش زبان دانشگاه تهران تماس بگیرید. من به 10 استاد نیاز دارم. یک متخصص در هر یک از زبانهایی که خانم رحمانی ادعا می کند صحبت می کند. پریسا احساس کرد. جریان برق در بدنش جاری شد. بالاخره فرصت خود را پیدا کرده بود. بالاخره کسی به او گوش می داد. خانم رحمانی، احمدی با همان لبخند تمسخرآمیزی که 10 سال آن را کامل کرده بود به او نگاه کرد. امیدوارم بدانید چه می کنید، زیرا وقتی این کار تمام شود من نه تنها شما را به کلاهبرداری محکوم خواهم کرد، بلکه همه دنیا خواهند دانست که دقیقاً چه نوع دروغگویی هستید. من دروغگو نیستم. پریسا با صدای آرام اما محکم پاسخ داد. و وقتی این تمام شود شما باید عذرخواهی کنید. سالن در همهمه متعجب کننده های منفجر شد. هیچ کس، مطلقاً هیچ کس، هرگز این گونه با قاضی احمدی صحبت نمی کرد. سکوت. چکش دوباره کوبیده شد. احمدی با آمیزهای از خشم و چیزی که شاید احترام بود به پریسا نگاه کرد. این جلسه به تعویق می افتد تا ارزیابه ها حاضر شوند. 3 روز دیگر خواهد بود. و به من اعتماد کنید خانم رحمانی، این 3 روز آخرین روزهای آزادی شما خواهد بود. در حالی که پاسبانها او را از سالن خارج می کردند، پریسا نمی توانست از خود نپرسد که آیا بزرگترین اشتباه زندگیاش را مرتکب شده یا بالاخره اولین قدم را به سوی عدالتی که آرزویش را داشت برداشته است. آنچه او نمیدانست این بود که روزهای آینده رازهایی را آشکار خواهد کرد که نه تنها سرنوشت او بلکه سرنوشت همه حاضران در آن سالن را تغییر خواهد داد. صدای فلزی بسته شدن درها مانند رعد در گوشه‌های پریسا طنین انداز شد. مرکز بازداشت موقت ارمغان آزادی ساختمانی 3 طبقه بود که بوی ضدعفونی کننده صنعتی مخلوط با ناامیدی انسانی میداد. دیوارهای سفید که گوشه‌هایشان پوسته شده بود به نظر می رسیدند تمام نور طبیعی را که سعی داشت از پنجره‌های کوچک مشبک وارد شود جذب می کنند. پریسا در راهرو قدم می زد و 2 مأمور او را همراهی می کردند. دستبندهایش برداشته شده بودند اما حس خفقان باقی مانده بود، اکنون نامرئی اما سنگین‌تر از هر فلزی. زندانیان دیگر از سلولهایشان او را زیر نظر داشتند. برخی با کنجکاوی، برخی دیگر با آن نگاه خالی که فقط حبس طولانی مدت می تواند ایجاد کند. سلول 47 مأمور زیبا احمدی، زنی جوان با ظاهری حرفهای اما نه بی‌رحم، اعلام کرد. او در فلزی را با صدای جیرجیر باز کرد که در تمام راه رو اوکو شد. شما یک همسلولی دارید. امیدوارم با هم کنار بیایید. پریسا وارد شد و در پشت سرش با ضربهای قاطع بسته شد که او را لرزاند. سلول کوچک بود، 2 تخت باریک، 1 روشویی کوچک، 1 سرویس بهداشتی بدون حریم خصوصی و 1 پنجره آنقدر بالا که فقط برای یادآوری این بود که دنیای بیرون وجود دارد اما دستن یافتنی است. در تخت پایینی زنی میانسال از روی 1 کتاب کهنه سر برداشت. ناهید سلطانی صورتی داشت که خطوطش داستانهایی را روایت می کرد که احتمالاً هرگز به اشتراک نمی گذاشت. موهای خاکستریاش در 1 بافت محکم جمع شده بود و چشمانش هرچند خسته هنوز درخششی از هوش را حفظ کرده بود. پس تو همان چندزبانه معروفی. ناهید با لبخندی که به چشمانش نرسید گفت تمام مرکز درباره تو صحبت می کند. دختری که قاضی احمدی را به چالش کشید و زنده ماند تا داستانش را بگوید. پریسا روی تخت بالایی نشست و تشک نازک و سفت را زیر بدنش حس کرد. بلافاصله پاسخ نداد. او خسته بود، نه فقط جسمی
بلکه روحی. آدرنالین جلسه دادگاه از بین رفته بود و فقط خلأ سنگینی در سینه‌هاش باقی گذاشته بود. من معروف نیستم، بالاخره گفت. فقط کسی هستم که از دست کم گرفته شدن خسته شده است. ناهید با خنده خشکی گفت: اینجا همه از چیزی خسته هایم. تفاوت این است که بیشتر من قبلا تسلیم شده هایم. تو هنوز آتش داری. این در جایی مثل اینجا خطرناک است. خطرناک؟ چرا؟ زیرا امید بیشتر از تسلیم شدن دردناک است. ناهید کتابش را بست. واقعاً به 10 زبان صحبت می‌کنی؟ پریسا سر تکان داد و به سقف لکه‌دار سلول نگاه کرد. در واقع 11 زبان. اما کسی نپرسید. 11 زبان؟ ناهید واقعاً علاقه‌مند شد. چگونه ممکن است دختری در سن تو به 11 زبان صحبت کند؟ برای اولین بار در چند روز اخیر پریسا احساس کرد که می‌خواهد صحبت کند. شاید به این دلیل که ناهید با تمسخر یا تحقیر به او نگاه نمی‌کرد. شاید به این دلیل که در آن فضای کوچک و تنگ هر دو فقط 2 انسان بودند که سعی در بقا داشتند. مادر بزرگم، پریسا آغاز کرد. صدایش با یادآوری خاطرات نرم شد. ننه فرشته. او تمام عمرش را به عنوان خدمتکار برای خانواده‌های دیپلماتیک کار کرد. هر بار که خانواده‌های میرفت، خانواده‌های دیگر میآمد. آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، چینی‌ها، روس‌ها، عرب‌ها. او تکه‌هایی از تمام این زبان‌ها را یاد گرفت تا بتواند ارتباط برقرار کند تا ضروری باشد. ناهید در سکوت گوش میداد و پریسا ادامه داد. وقتی پدر و مادرم در یک حادثه اتوبوس فوت کردند، من 5 سالم بود. مادر بزرگم مرا پیش خود برد و با خودش به تمام آن خانه ها برد. در حالی که او نظافت می کرد، آشپزی می کرد و اتو می کشید، من با بچه های آن خانواده ها می نشستم. با آنها بازی می کردم. با آنها غذا می خوردم. با آنها یاد می گرفتم. صدایش کمی لرزید وقتی یادآوری کرد. دیپلمات ها هر 2-3 سال یک بار عوض می شدند. هر بار که دوستی پیدا می کردم او می رفت. هر بار که یاد می گرفتم به طور کامل به زبانی ارتباط برقرار کنم، خانواده جدیدی با زبانی متفاوت می آمد. اما هرگز دست از یادگیری برانداشتم. این راه من برای زنده نگه داشتن آن خاطرات، آن ارتباطات بود. و مادر بزرگت؟ ناهید به آرامی پرسید. 2 سال پیش فوت کرد. سکته قلبی. 50 سال کار از صبح تا شب بالاخره او را کشت. پریسا چشمانش را محکم بست و من تنها ماندم، بدون تحصیلات رسمی، بدون گواهی که آنچه را می‌دانستم ثابت کند، فقط با زبانهایی در سرم و هیچ راهی برای اثبات واقعی بودن آنها. پس شروع کردی به عنوان مترجم کار کردن. ناهید کامل کرد. تلاش کردم در آژانس‌های رسمی استخدام شوم، اما همه مدارک دانشگاهی گواهی‌های بین‌المللی می‌خواستند. هیچکس حتی فرصتی برای اثبات آنچه می‌توانستم انجام دهم به من نمیداد. ناامیدی در صدایش مشهود بود. پس کسب و کار خودم را ایجاد کردم. خدماتم را از طریق اینترنت ارائه میدادم، کمتر از آژانس‌های بزرگ دریافت می‌کردم و کاری بی‌عیب و نقص انجام میدادم. پس چرا اینجا هستی؟ پریسا چشمانش را باز کرد و مستقیما به ناهید نگاه کرد. زیرا کسی تصمیم گرفت که برای دختری بدون تحصیلات دانشگاهی غیر ممکن است که کاری را که من انجام میدادم انجام دهد. خدماتم را به عنوان کلاهبرداری گزارش کردند بدون اینکه حتی کیفیت کارم را بررسی کنند. و حالا من اینجا منتظر اثبات چیزی هستم که هرگز نباید مجبور به اثبات آن می شدم. صدای قدم‌هایی که نزدیک می شدند مکالمه آنها را قطع کرد. در باز شد و مأمور احمدی دوباره ظاهر شد. رحمانی، ملاقاتی داری. اتاق ملاقات. پریسا گیج از تخت پایین آمد. او با هیچ کس تماس نگرفته بود. کسی را نداشت که با او تماس بگیرد. اتاق ملاقات فضای کوچکی بود که با یک میز فلزی تقسیم شده بود. در آن سوی میز سارا کریمی، وکیل تسخیریاش، نشسته بود، اما تنها نبود. کنار او زنی بود که پریسا او را نمیشناخت. شیک، حرفهای، با یک کیف چرمی روی میز. پریسا، ایشان دکتر لیلا صفوی هستند. سارا معرفی کرد. ایشان روانشناس قانونی هستند. دادستان حسینی درخواست ارزیابی روانشناختی قبل از جلسه بعدی را کرده است. پریسا گرهی در معده‌هاش احساس کرد. ارزیابی روانشناختی؟ چرا؟ دکتر صفوی با صدای آرام و حرفهای صحبت کرد. این یک رویه استاندارد در پرونده‌هایی است که متهم رفتارهایی از خود نشان می‌دهد که ممکن است غیر عادی تلقی شود. رویارویی شما با قاضی احمدی زنگ خطر را به صدا درآورد. زنگ خطر؟ پریسا احساس کرد خشم در او بالا می رود. دفاع از خودم رفتار غیر عادی است؟ مسئله این نیست. سارا سریعاً مداخله کرد. پریسا،
گوش کن. دادستان در تلاش است تا پروفایلی بسازد که نشان دهد شما تمایلات به توهمات پاتولوژیک دارید. آنها می‌خواهند استدلال کنند که شما واقعاً فکر می‌کنید به آن زبانها صحبت می‌کنید، در حالی که در واقع اینطور نیست. این مسخره است. پریسا با کف دستش روی میز زد. من دیوانه نیستم. هیچ کس نمیگوید دیوانهای. دکتر صفوی لحن خنثی خود را حفظ کرد. اما من باید ارزیابیم را انجام دهم. چند سوال از شما میپرسم و باید کاملا با من صادق باشید. در طول ساعت بعد، پریسا به سوالات پی در پی درباره کودکیاش، درباره مرگ والدینش، درباره زندگی با مادر بزرگش، درباره یادگیری زبانها، درباره احساس تنهایی، درباره ترسها، رؤیاها و ناامیدی‌هایش پاسخ داد. دکتر صفوی با دقت یادداشت برمی‌داشت، حالتش غیر قابل خواندن بود. یک سوال آخر، بالاخره گفت. آیا تا به حال احساس کرده‌اید که مردم شما را درک نمی‌کنند که در دنیایی متفاوت از دیگران زندگی می‌کنید؟ پریسا قبل از پاسخ با دقت فکر کرد. هر روز زندگیام، اما نه به این دلیل که دیوانهام، بلکه به این دلیل که در دنیاهای زندگی کردهام که بیشتر مردم هرگز تجربه نخواهند کرد، به زبانهای صحبت کردهام که بیشتر مردم هرگز یاد نخواهند گرفت. دیدهام که چگونه کلمات می‌توانند پل بسازند یا دیوار. پس بله، در دنیایی متفاوت زندگی می‌کنم، اما واقعی است. به همان اندازه واقعی است که تعصبی که مرا اینجا آورد. دکتر دفترچه خود را بست. ممنون از همکاریتان، پریسا. گزارش خود را قبل از جلسه ارائه خواهم داد. وقتی او رفت، سارا با حالتی نگران به پریسا نزدیک شد. چیز دیگری هست که باید بدانی. قاضی احمدی با دانشگاه تهران تماس گرفته، اما نه فقط برای گرفتن ارزیابی‌ها. منظورت چیست؟ او پیشینه تو را بیشتر بررسی کرده است. چیزی پیدا کرده است. سارا چند سند از کیفش بیرون آورد. سالها پیش، وقتی 7 ساله بودی، برای بورسیه در آکادمی زبانهای بین المللی درخواست دادی. یادت می آید؟ پریسا به آرامی سر تکان داد. رد شدم. گفتند درخواست من غیر واقعی است. زیرا ادعا می کردم برای سنم به زبانهای زیادی صحبت می کنم. دقیقاً. و احمدی از آن به عنوان مدرکی استفاده می کند که شما سالهاست درباره توانایی‌هایتان دروغ می گویید. او استدلال می کند که این یک الگوی رفتاری کلاهبردارانه است. اتاق اطراف پریسا کوچک شد. هر بار که سعی می کرد پیش برود، سیستم او را به عقب می راند. هر تلاشی برای اثبات شایستگیاش به مدرک دیگری علیه او تبدیل می شد. چیز دیگری هست؟ پرسید و از پاسخ می ترسید. سارا قبل از ادامه تردید کرد. ارزیاب‌هایی که خواهند آمد. احمدی به طور خاص سختگیرترین اساتید را خواسته است، کسانی که به دقت بیش از حدشان معروفند. آنها نمی آیند تا به شما فرصت عادلانه بدهند، پریسا. آنها می آیند تا شما را از بین ببرند. سکوت پس از آن طاقت فرسا بود. پریسا می توانست وزن کل سیستم قضایی را حس کند که بر او فشار می آورد و سعی می کرد آن جرقه امیدی را که هنوز در سینهاش می سوخت له کند. چقدر وقت دارم؟ بالاخره پرسید. 2 روز دیگر. جلسه پس فردا است. پس باید از هر ثانیه استفاده کنم. پریسا برخاست. عزمش با وجود همه چیز تازه شد. سارا، باید چیزی برایم پیدا کنی. کتاب، مواد آموزشی، به هر زبانی که بتوانی پیدا کنی. اگر قرار است این را سخت کنند، پس من طوری آماده خواهم شد که هرگز در زندگیام آماده نشده هم. سارا با آمیزهای از تحسین و غم به پریسا نگاه کرد. پریسا، حتی اگر ثابت کنی که به آن زبانها صحبت می کنی، دادستان اتهامات دیگری هم دارد. مشتریانی که کلاهبرداری را گزارش کرده‌اند، شکایت‌ها درباره ترجمه‌های نادرست. ترجمه‌های نادرست؟ پریسا او را قطع کرد. چه ترجمه‌های نادرستی؟ 3 مشتری ادعا می‌کنند که ترجمه‌هایی که شما انجام دادید شامل خطاهای جدی بوده که برای آنها ضرر مالی و اعتباری داشته است. پریسا احساس کرد گویی مشتی به شکمش خورده است. این غیر ممکن است. من هر ترجمه را 3 بار بررسی می‌کردم. من بسیار دقیق بودم. هرگز چیزی را با خطاهای جدی تحویل نمی‌دادم. آیا نسخه‌های از آن ترجمه‌ها را دارید؟ همه را در کامپیوترم دارم، اما پلیس آن را به عنوان مدرک توقیف کرده است. سارا یادداشتی برداشت. من درخواست دسترسی به آن فایل‌ها را خواهم داد. اگر بتوانیم ثابت کنیم ترجمه‌ها درست بوده‌اند، این بخشی از اتهام دادستان را باطل می‌کند. وقتی پریسا به سلولش برگشت، ناهید با حالتی کنجکاو منتظر او بود. خبرهای بدتر و بدتر. پریسا روی تختش افتاد.
نه تنها باید ثابت کنم که به 10 زبان جلوی استادانی صحبت می کنم که از قبل تصمیم گرفته‌اند من دروغ می گویم، بلکه باید ثابت کنم ترجمه هایی که میدانم درست انجام داده هم بی‌عیب و نقص بوده‌اند و از خودم در برابر یک ارزیابی روانشناختی دفاع کنم که احتمالاً مرا به عنوان یک توهمگرا معرفی خواهد کرد. ناهید آهی کشید. وقتی گفتی آتش داری، شوخی نمی کردم. اما پریسا، مطمئنی می خواهی این کار را ادامه دهی؟ نمی توانی یک توافق را بپذیری؟ یک حبس کوتاه‌تر بگذرانی؟ ادامه دهم و تسلیم شوم؟ پریسا به سقف نگاه کرد. بپذیرم که دنیا درست می گوید و من اشتباه می کنم. نمی توانم. ناهید، اگر الان تسلیم شوم، به مادر بزرگم خیانت کردهام، به تمام آن سالهای یادگیری، به تمام آن دخترانی که مانند من استعداد دارند اما کاغذی برای اثبات آن ندارند. پس استراحت کن. ناهید چراغ سلول را خاموش کرد. زیرا 2 روز دیگر به هر گرم نیرویی که داری نیاز خواهی داشت. در تاریکی پریسا چشمانش را بست اما نتوانست بخوابد. ذهنش واژگان، دستور زبان، اصطلاحات را در هر یک از زبانهایی که یاد گرفته بود مرور می کرد. اما بیشتر از آن به تمام دفعاتی فکر می کرد که دست کم گرفته شده، نادیده گرفته شده، طرد شده بود. دنیا در شرف دیدن توانایی های او بود. فقط امیدوار بود که کافی باشد. طلوع فجر با آن سکوت سنگین که فقط در جاهایی وجود دارد که آزادی خاطرهای دور است، به مرکز بازداشت رسید. پریسا نخوابیده بود. چشمانش از خستگی میسوخت، اما ذهنش همچنان صرف افعال، ساختارهای دستوری، اصطلاحات چینی، عربی، آلمانی و فرانسوی را پردازش می‌کرد. ناهید به آرامی در تخت پایین خرخر می‌کرد، صدای آرامش بخش در میان این همه عدم قطعیت. پریسا شب را با نجوا کردن کلمات با صدای آهسته گذرانده بود. هر زبان مانند رودخانه‌های جریان می‌یافت که در اقیانوس حافظهاش به هم می‌رسیدند. صدای قدم‌هایی که نزدیک می‌شدند تمرکز او را قطع کرد. برای صبحانه خیلی زود بود. در فلزی باز شد و مأمور احمدی با حالتی جدی ظاهر شد. رحمانی، ملاقاتی داری. اتاق ملاقات. الان. ناهید با وحشت از خواب پرید. این وقت صبح؟ چه کسی قبل از طلوع آفتاب به کسی سر میزند؟ پریسا از تختش پایین آمد. قلبش شروع به تندتر زدن کرد. او احمدی را در راهروهای خالی دنبال کرد. پیشواک قدمهایشان مانند طبل جنگ طنین انداز میشد. وقتی به اتاق ملاقات رسیدند، تعجب در چهره پریسا آشکار بود. مردی آسیایی با چهره‌های مضطرب و کیفی تجاری روی پاهایش در آن سوی میز نشسته بود. او بلافاصله او را شناخت. مهندس وانگ. پریسا با ناباوری نجوا کرد. دیوید وانگ ناگهان برخاست، دستهایش آشکارا می‌لرزید. او یکی از 3 مشتری بود که ترجمه‌های او را به عنوان کلاهبرداری گزارش کرده بودند. او برای یک شرکت فناوری کار می‌کرد که برای توسعه در چین به اسناد ترجمه شده از فارسی به چینی نیاز داشت. خانم رحمانی، من باید با شما صحبت کنم. صدایش بریده بریده بود، گویی هر کلمه برایش تلاش فیزیکی زیادی می‌طلبید. وقت زیادی ندارم. وکیلم نمی‌داند من اینجا هستم. احمدی در را بست اما داخل ماند. پروتکل استاندارد برای ملاقات‌های غیر رسمی. اینجا چه کار می‌کنید؟ پریسا به آرامی نشست و سعی کرد این وضعیت سورئالیستی را پردازش کند. وانگ دستهایش را روی صورتش کشید و پریسا حلقه‌های تیره زیر چشم و تنش در شانه‌هایش را متوجه شد. آمدم تا حقیقت را به شما بگویم، حقیقتی که باید از ابتدا می‌گفتم. سکوتی که در پی آمد چنان سنگین بود که پریسا می‌توانست نبض خودش را بشنود. ترجمه‌های شما بی‌نقص بودند. وانگ کلمات را بیرون داد، گویی ماها نفسش را حبس کرده بود. هر سندی که برای شرکت من ترجمه کردید بی‌عیب و نقص بود. بهتر از هر آژانس حرف‌هایی که قبلا استفاده کرده بودیم. شرکای ما در پکن تحت تأثیر دقت فنی و حساسیت فرهنگی قرار گرفتند. پریسا احساس کرد گویی زمین زیر پایش می‌لرزد. پس چرا؟ زیرا رئیس من، مدیر عامل، متوجه شد که من خدمات شما را بدون بررسی مدارک دانشگاهیتان استخدام کردم. وانگ سرش را پایین انداخت، شرمندگی در هر خط چهره‌هاش آشکار بود. او مرا تهدید به اخراج کرد. اگر راهی برای توجیه هزینه کردن بودجه شرکت برای یک مترجم بدون گواهی پیدا نکنم و تصمیم گرفت زندگی من را نابود کند تا شغل خود را نجات دهد. پریسا آمیزهایی از خشم و پیروزی را در سینه‌هاش حس کرد. به این سادگی نبود. وانگ سر بلند کرد، چشمانش از اشکه‌های نریخته می‌درخشید. جناب جواد شریفی، وکیل حقوقی شرکت ما،
پیشنهاد کرد که ترجمه ها را معیوب گزارش کنیم. او گفت که این تنها راه برای بازگرداندن پول و محافظت از شرکت در برابر هر گونه مسئولیت قانونی است. پیشنهاد دروغ دادن؟ صدای پریسا بالا رفت. پیشنهاد محافظت از منافع شرکت ها، وانگ با تلخی تصحیح کرد. در دنیای تجارت، خانم رحمانی، حقیقت در درجه دوم، اهمیت نسبت به بقای مالی است. اما من از زمانی که آن بیانیه دروغین را امضا کردم، نتوانستم بخوابم. دختری همسن شما دارم. هر بار که به او نگاه می کنم، صورت شما را در اخبار می بینم که علناً به خاطر کاری که نکرده هاید تحقیر می شوید. پریسا نفس عمیقی کشید و سعی کرد احساساتی را که تهدید به طغیان می کردند کنترل کند. چرا الان این را به من می گویید؟ چرا قبل از دادگاه نگفتید؟ زیرا من یک بزدل هستم. وانگ با صدای شکسته اعتراف کرد. زیرا به شغلم، حقوقم، اعتبارم نیاز داشتم. اما دیدن کاری که با شما کردند، دیدن قاضی احمدی که در تلویزیون به شما میخندید، بیش از حد بود. همسرم دیشب به من گفت که نمیتواند با مردی بدون شرافت زندگی کند و حق داشت. او یک پاکت ضخیم از کیفش بیرون آورد. همه چیز اینجاست. نسخه هایی از ترجمه های اصلی با تاییدیه های شرکای ما در پکن. ایمیل هایی که در آنها به طور خاص کار شما را تحسین کرده‌اند و بیانیه کتبی من که اعتراف میکنم تحت فشار شرکت دروغ گفتم. پریسا پاکت را با دستانی لرزان گرفت. سنگین بود، پر از صفحاتی که می توانستند پرونده‌هاش را کاملا تغییر دهند. مهندس وانگ، آیا می فهمید این برای شما چه معنایی دارد؟ به آرامی پرسید. اعتراف به شهادت دروغ می تواند شما را به زندان بفرستد. می دانم. وانگ با غمگینی لبخند زد. اما ترجیح می دهم با شرافت در زندان باشم تا آزاد به عنوان یک دروغگو. دخترم سزاوار پدری است که بتواند به او افتخار کند. احمدی به سمت میز آمد. آقا، باید شما را همراهی کنم. این ملاقات از قبل غیرقانونی است. وانگ برخاست، اما قبل از رفتن مستقیم به چشمان پریسا نگاه کرد. خانم رحمانی، شما فوق‌العاده‌اید. اجازه ندهید کسی شما را متقاعد کند که اینطور نیست. و اگر اجازه یک توصیه را به من می دهید، وقتی فردا در آن سالن هستید، فقط نشان ندهید که به آن زبانها صحبت می کنید، نشان دهید که چرا مهم است. نشان دهید که استعداد واقعی نیازی به گواهی برای معتبر بودن ندارد. وقتی او رفت، پریسا در اتاق تنها ماند و پاکت را مانند یک جلیقه نجات در دست گرفته بود. اشکه‌هایی که روزها آنها را حبس کرده بود، بالاخره شروع به ریختن کردند. اینها اشکه‌های غم نبودند، بلکه اشکه‌های تسکین مخلوط با خشم از تمام آنچه به خاطر دروغ‌های شرکت‌ها مجبور به تحملش شده بود. در دوباره باز شد و سارا کریمی با موهای آشفته و حالتی از وحشت کنترل شده وارد شد. پریسا، این چه بود؟ احمدی به من زنگ زد و گفت دیوید وانگ اینجا بوده است. چه می‌خواست؟ پریسا پاکت را به او داد. نجات ما. در حالی که سارا با شتاب مدارک را بررسی می‌کرد، چشمانش با هر صفحه بیشتر گشاد می‌شد. این باورن کردنی است. با این می‌توانیم اتهامات کلاهبرداری را کاملاً باطل کنیم. می‌توانیم ثابت کنیم ترجمه‌ها درست بوده‌اند و اتهامات ساختگی بوده‌اند. اما آیا کافی است؟ پریسا پرسید. هنوز باید ثابت کنم که به زبانها صحبت می‌کنم و دادستان احتمالاً می‌گوید وانگ الان دروغ می‌گوید تا به من کمک کند. حق با شماست. سارا نشست، ذهنش با سرعت کار می‌کرد. به بیشتر از این نیاز داریم. باید 2 مشتری دیگر را پیدا کنیم که شما را متهم کرده هاند و چگونه این کار را از اینجا انجام دهیم. سارا گوشی خود را بیرون آورد. بگذارید به عهد من ارتباطاتی دارم. اگر وانگ دچار حمله وجدان شده، شاید بقیه هم همینطور شوند. در طول ساعات بعدی، در حالی که پریسا به سلولش بازگردانده میشد، سارا با شتاب مشغول تماس گرفتن، ارسال ایمیل و فعال کردن تمام ارتباطاتی بود که در زرادخانه حقوقیاش داشت. در سلول، ناهید با کنجکاوی به پریسا نگاه میکرد. چیزی تغییر کرده است. به سادگی گفت حالت چهره‌هات فرق کرده است. یکی از متهمان من آمد تا اعتراف کند که دروغ گفته است. پریسا نشست و هنوز همه چیز را پردازش می‌کرد. معلوم شد ترجمه‌های من بی‌نقص بودند. آنها به دروغ مرا متهم کردند تا منافع شرکت‌ها را حفظ کنند. ناهید با صدای آهسته‌ای سوت زد. سیستم از خودش محافظت می‌کند، داستان همیشگی. اما این بار کسی شهامت گفتن حقیقت را داشت. پریسا از پنجره کوچک و بالای سلول به بیرون نگاه کرد. او همه چیزش را به خطر انداخت تا نام مرا پاک کند. و این به تو امید می‌دهد. این به من چیزی بیشتر از امید می‌دهد. به من اثبات می‌دهد که دیوانه نیستم.
که اشتباه نمی کنم، که دنیا درباره من اشتباه می کند. صدای فلزی در راهرو طنین انداز شد. زمان کتابخانه سیار بود، گاریایی که هفته‌های 2 بار با کتابهایی برای زندانیان می آمد. دختری جوان گاری را هل می داد و کنار هر سلول توقف می کرد. وقتی به سلول 47 رسید، پریسا او را شناخت. نیلوفر موسوی بود، دختری حدوداً 19 ساله که او را در غذاخوری دیده بود. چشمانش هوشمندانه و با آن غم خاص، کسی بود که در سن کم بیش از حد دیده است. کتابی لازم دارید؟ نیلوفر با صدای آرام پرسید. چیزی به زبانهای خارجی دارید؟ پریسا با امید پرسید. چشمان نیلوفر برق زد. شما همان دختری هستید که قرار است ثابت کند به 10 زبان صحبت می کند. در واقع 11 زبان. چیزی برایتان دارم. نیلوفر با نگرانی به هر دو سمت راهرو نگاه کرد قبل از اینکه بسته‌های پیچیده در کاغذ را بیرون آورد. وکیلتان از من خواست این را برایتان بیاورم. نباید این کار را می کردم، اما خب من به فرصت‌های دوم اعتقاد دارم. پریسا بسته را باز کرد و 6 کتاب به زبان‌های مختلف پیدا کرد. چینی، عربی، روسی، آلمانی، فرانسوی و اردو. اینها کتاب‌های معمولی نبودند، بلکه متون فنی حقوقی پیچیده بودند. وکیلتان گفت با اینها تمرین کنید. نیلوفر نجوا کرد. اساتید فردا سعی خواهند کرد شما را با واژگان فنی تخصصی به دام بیاندازند. از کجا می‌دانید؟ چون یکی از آنها، پروفسور دکتر بهرام زرگری، چند روز پیش برای مشاوره حقوقی به اینجا آمد. شنیدم که با مدیر درباره چگونگی افشای یک شیاد که ادعای توانایی‌های زبانی غیرممکن می‌کرد، صحبت می‌کرد. خون پریسا سرد شد. چیز دیگری گفت متون فنی تخصصی به هر زبان آماده کرده است. واژگان پزشکی، حقوقی، علمی، چیزهایی که فقط کسی با سالها تحصیلات دانشگاهی رسمی میتواند بداند. ناهید روی تختش بلند شد. این تقلب است. آنها در حال آماده کردن آزمونی هستند که برای شکست شما طراحی شده است. تقلب نیست اگر هرگز قول عادلانه بودن نداده باشند. پریسا اولین کتاب را باز کرد، چشمانش صفحات چینی را مرور میکرد. اما میتوانم یاد بگیرم. همیشه توانسته‌ام یاد بگیرم. شما کمتر از 24 ساعت وقت دارید، نیلوفر اشاره کرد. چگونه می‌خواهید واژگان فنی در 6 زبان را در یک روز حفظ کنید؟ پریسا با آن عزم سرسختان‌هایی که تمام عمرش را زنده نگه داشته بود، به او نگاه کرد. همانطور که هر چیز دیگری را انجام داده هام، بدون تسلیم شدن. وقتی نیلوفر رفت، ناهید به پریسا نگاه کرد که کتاب پشت کتاب را باز می‌کرد. تمرکزش مطلق بود. می‌دانی چه چیزی در تو بیشتر از همه تأثیرگذار است؟ ناهید بعد از سکوتی طولانی گفت: این نیست که زبان میدانی، این است که هرگز شکست را به عنوان یک گزینه نمیپذیری. مادر بزرگم همیشه میگفت دنیا 1000 بار به تو میگوید که نمیتوانی، تو فقط یک بار نیاز داری ثابت کنی که میتوانی. پریسا بقیه روز و تمام شب را غرق در آن کتابها گذراند. به سختی غذا خورد، به سختی حرکت کرد. ناهید برایش آب میآورد، به او یادآوری میکرد نفس بکشد. اما پریسا در دنیای دیگری بود، دنیایی از کلمات، معانی، ارتباطات زبانی. وقتی اولین نور سحر از پنجره بلند شروع به نفوذ کرد، پریسا آخرین کتاب را بست. چشمانش قرمز بود، بدنش از خستگی می‌لرزید، اما چیزی در حالتش متفاوت بود. آماده‌ای؟ ناهید پرسید. آماده تر از همیشه. پریسا پاسخ داد. احمدی زود رسید. رحمانی، وقتش است. وکیلتان منتظر است. امروز همان روز است. در حالی که در راهروها به سمت خروجی می‌رفت، زندانیان دیگر شروع به کوبیدن بر درهای سلول‌هایشان کردند. این صدای تهدیدآمیز نبود، بلکه صدای حمایت بود. بسیاری از آنها داستان او را شنیده بودند. بسیاری از آنها به خاطر آنچه سیستم فکر می‌کردند هستند، به جای آنچه واقعاً بودند، قضاوت شده بودند. به آنها نشان بده. کسی فریاد زد. نگذارند تو را له کنند. صدای دیگری اضافه شد. پریسا احساس کرد انرژی عجیبی در بدنش جاری شد. تنها نبود. هرگز تنها نبوده بود. تمام آن چهره‌های ناشناس پشت درهای فلزی یادآور این بودند که افراد دیگری مانند او بودند، منتظر فرصتی برای اثبات حقیقت خود. سارا در قسمت اداری با چیزی غیر منتظرش بود. یک چمدان. این چیست؟ پریسا پرسید. آینده تو. اگر همه چیز خوب پیش برود. سارا چمدان را باز کرد و مجموعه‌های لباس حرف‌های را نشان داد. تو به آن سالن به عنوان یک متهم وارد نمی‌شوی. تو به عنوان یک حرف‌هایی که هستی وارد می‌شوی. در حالی که پریسا لباس عوض می‌کرد، سارا آخرین خبرها را به او داد. مشتری دوم را پیدا کردم. او حاضر است شهادت دهد که اتهامش نیز دروغ بوده است. سومی هنوز پاسخ نمی‌دهد.
اما 2 از 3 برای ایجاد شک معقول کافی است. و ارزیابی روانشناختی. سارا چهره در هم کشید. دکتر صفوی گزارش خود را ارائه داد. این گزارش مخلوط است. نمیگوید شما دیوانه هستید، اما کاملا هم از شما دفاع نمی کند. پیشنهاد می کند که شما شخصیتی غیر معمول با اعتماد به نفس بالا در توانایی‌های خودآموز دارید. این فقط یک راه شیک برای گفتن این است که به من اعتماد ندارند. دقیقاً. به همین دلیل امروز باید بی‌نقص باشی. نه فقط خوب، بلکه بی‌نقص. وسیله نقلیه حمل و نقل آنها را به دادگاه رساند. ساختمان در نور سپیده‌دم متفاوت به نظر می رسید، با ابهتر، ترسناکتر، مانند یک کلوسئوم رومی که گلادیاتورها برای زندگی خود می جنگیدند. اما پریسا دیگر همان کسی نبود که چند روز پیش به آنجا وارد شده بود. حالا او شواهد داشت، متحدان داشت و مهمتر از همه حقیقت را داشت. سالن دادگاه حتی شلوغ‌تر از دفعه اول بود. دوربین‌های خبری هر گوشه مجاز را پر کرده بودند. خبرنگاران با هم پچ می کردند و در ردیف اول 10 استاد از دانشگاه تهران با حالاتی از کنجکاوی گرفته تا تحقیر آشکار منتظر بودند. قاضی احمدی با همان غرور همیشگی وارد شد، اما وقتی نگاهش با نگاه پریسا تلاقی کرد، چیزی در چشمانش تغییر کرد. شاید او تشخیص می‌داد که این پیروزی آسانی نخواهد بود که پیش بینی کرده بود. بگذارید نمایش شروع شود. در حالی که چکش خود را می‌کوبید، زیر لب گفت و بدین ترتیب روزی آغاز شد که همه چیز را تغییر خواهد داد. چکش قاضی احمدی مانند شلیکی در سالن پر جمعیت طنین‌انداز شد. همه جمعی فوراً خاموش شد و با تنشی چنان غلیظ جایگزین شد که به نظر می رسید هوا نیز از انتظار به لرزه در آمده است. نظم در سالن. احمدی کلمات را با همان لحن مقتدرانهایی که دهه‌ها در جایگاه قاضی به کمال رسانده بود به زبان آورد. چشمانش جمعیت را اسکن کرد قبل از اینکه بر 10 استادی که در ردیف ویژه‌های روبروی جایگاه قاضی نشسته بودند خیره شود. اساتید دانشگاه تهران، از حضور شما سپاسگزارم. امروز ارزیابی‌هایی را انجام خواهیم داد که صادقانه بگویم آن را اتلاف وقت می‌دانم، اما متهم بر انجام آن اصرار ورزیده است. پریسا در کنار سارا ایستاده بود، وضعیت قامتش علیرغم خستگی که در هر تار و پود وجودش حس می‌کرد، استوار بود. 24 ساعت بیخوابی، مطالعه واژگان فنی که بیشتر مردم سالها طول می‌کشد تا بر آن مسلط شوند، اما او بیشتر مردم نبود. پروفسور دکتر بهرام زرگری برخاست و عینک خود را با حرکتی که برتری علمی را منتقل می‌کرد، تنظیم کرد. او مردی لاغرندام بود، با موهای تیره و رو به عقب شانه شده با جل. و آن حالت کسی که دانش رسمی را تنها دانش معتبر می‌دانست. جناب عالی، با صدای واضح و آکادمیک آغاز کرد. همکاران من یک سری ارزیابی‌های دقیق آماده کردهایم. این فقط به معنای گفتگو به زبان‌های مختلف نیست، بلکه به معنای نشان دادن تسلط فنی، درک فرهنگی عمیق و توانایی ترجمه تخصصی است. ادامه دهید. احمدی با دست اشاره کرد و به صندلی خود تکیه داد، گویی در آستانه تماشای یک نمایش شعبده‌بازی ارزان قیمت است. زرگری پوشه ضخیمی را باز کرد. خانم رحمانی، ما با زبان چینی آغاز خواهیم کرد. پروفسور مینا پاکروان، اگرچه متخصص زبان ژاپنی هستند، اما بر زبان چینی نیز تسلط دارند و این بخش اول را ارزیابی خواهند کرد. زنی آسیایی میانسال برخاست. پروفسور پاکروان حضوری آرام داشت، اما نگاهش تحلیلی بود و پریسا را با هر ثانیه که میگذشت تجزیه و تحلیل میکرد. پروفسور به زبان چینی با روانی کامل صحبت کرد و از پریسا خواست متنی پزشکی را بخواند و سپس معنای آن را به فارسی توضیح دهد. او سندی را به پریسا داد. پریسا کاغذ را گرفت. این یک متن پزشکی پیچیده درباره روش‌های قلبی عروقی بود که پر از اصطلاحات فنی بود که هر مترجم حرف‌های را به عرق میانداخت. سالن نفس خود را حبس کرد. پریسا سند را در سکوت به مدت 30 ثانیه خواند. سپس بدون تردید شروع به صحبت کردن به زبان چینی روان کرد. تلفظ بی‌عیب و نقص او، لحنه‌های دقیقش. او نه تنها متن را خواند، بلکه آن را توضیح داد و با افزودن زمینه فرهنگی در مورد اینکه چگونه برخی اصطلاحات پزشکی چینی در مفهوم با اصطلاحات غربی تفاوت دارند، پرداخت. سپس بدون مکث به فارسی تغییر زبان داد و نه تنها کلمات، بلکه معنای عمیق را ترجمه کرد و پیامدهای پزشکی را با سطح جزئیاتی توضیح داد که حتی پروفسور پاکروان را نیز شگفت زده کرد. پروفسور چیزی به چینی به زرگری نجوا کرد
و اظهار داشت که تلفظ پریسا بی‌نقص و برای کسی بدون آموزش رسمی غیر ممکن است. میدانم. پریسا به همان زبان پاسخ داد و مستقیما به پاکروان نگاه کرد. سپس به فارسی گفت: چون از خانواده چن، دیپلمات‌هایی که 6 سال در پکن زندگی کردند یاد گرفتم. دختر کوچک آنها نه تنها زبان، بلکه آهنگها، بازیها و طرز فکر را به من آموخت. زبان فقط کلمات نیست، پروفسور، روح است. همهای در سالن پیچید. خبرنگار آقای نصراللهی با شتاب در دفترچه خود می نوشت. این خبر مطبوعاتی طلا بود. زبان بعدی زرگری با بی‌حوصلگی گفت: آشکارا از آنچه تازه شاهدش بود ناراحت بود. آلمانی. پروفسور کامران نیکزاد. نیکزاد مردی درشتاندام با ریش بلند و حالتی جدی بود که معمولاً آلمانی ها دارند. او برخاست و به آلمانی با لهجه‌های عمدن پیچیده صحبت کرد و از پریسا خواست که بندهای یک قرارداد قانونی و پیامدهای حقوقی آن را توضیح دهد. او یک قرارداد قانونی متراکم پر از اصطلاحات حقوقی آلمانی را به پریسا داد که حتی وکلای بومی نیز آن را چالش برانگیز می دانستند. پریسا آن را خواند و دوباره پاسخش بیش از بی‌نقص بود. او نه تنها ترجمه کرد، بلکه مشکلات حقوقی احتمالی در قرارداد را شناسایی کرد، ابهامات زبانی را که می توانست منجر به اختلافات شود، گوش زد کرد و همه اینها را در حالی که به روانی بین آلمانی و فارسی جابجا می شد انجام داد. نیکزاد با آمیزهای از شگفتی و سردرگمی به او نگاه می کرد. به آلمانی از او پرسید که همه اینها را کجا یاد گرفته است. پریسا به آلمانی روان پاسخ داد و سپس به فارسی ترجمه کرد: از خانواده اشنایدر. آقای اشنایدر وکیل بین‌المللی بود. همسرش مرا در دفتر او می نشاند، در حالی که او کار می کرد. من 10 ساله بودم و قراردادهایش را می خواندم، در حالی که او فکر می کرد فقط نقاشی می کشم. یاد گرفتم که آلمانی حقوقی مانند یک پازل است که هر کلمه وزن دقیقی دارد. سارا کریمی با چشمانی اشکبار تماشا می کرد. این بیشتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشت. پریسا نه تنها مهارت، بلکه استادی را نشان می داد. عربی، زرگری تقریباً کلمه را تف کرد. پروفسور دکتر زهرا الموسوی. الموسوی زنی ظریف با چهره‌های هوشمندانه و محاسبه‌گر بود. او به زبان عربی کلاسیک صحبت کرد، نوعی که در متون دینی و آکادمیک استفاده می شود، عمداً کهنه و پیچیده. او از پریسا خواست متنی دینی را بخواند و معنای فلسفی عمیق آن را توضیح دهد. این متنی با تفاسیر فلسفی پیچیده بود. پریسا برای لحظه‌های چشمانش را بست و وقتی آنها را باز کرد، چیزی در حالتش متفاوت بود. شروع به تلاوت به عربی کرد. صدایش آن آهنگ موزون خاص، زبان خوشگفتار را به خود گرفت. او نه تنها متن را ترجمه کرد، بلکه لایه‌های متعدد تفسیر، ارجاعات تاریخی، بحث‌های کلامی را که این عبارت طی قرون ایجاد کرده بود، توضیح داد. او درباره تفاوت عربی کلاسیک با عربی مدرن، درباره شرعیت نهفته در هر آیه صحبت کرد. الموسوی برخاست. آشکارا تحت تأثیر قرار گرفته بود. چگونه ممکن است؟ این نیازمند سالها مطالعه کلامی است. خانواده آل رحمان. پریسا به آرامی به فارسی پاسخ داد. پدر امام بود. او به من آموخت که عربی فقط یک زبان نیست، یک راه دیدن جهان است که هر کلمه ریشه، تاریخ و ارتباط با کلمات دیگر دارد. این زبانی است که شعر نفس می کشد. قاضی احمدی دیگر به صندلی خود تکیه نداده بود. به جلو خم شده بود. حالت چهره‌هاش از تمسخر به چیزی که می توانست احترام ناخواسته باشد، تغییر کرده بود. یکی پس از دیگری، اساتید چالش‌های خود را ارائه دادند. روسی با پروفسور بهروز سعیدی که از او خواست ادبیات کلاسیک را بخواند و نمادگرایی ادبی پیچیده را توضیح دهد. فرانسوی با اصطلاحات آشپزی و شرابسازی چنان خواست که فقط یک سوملیه یا سرآشپز حرفهایی می توانست بداند. ایتالیایی با اپرا و موسیقی. پرتغالی برزیلی با اصطلاحات منطقای پیچیده. ژاپنی با سیستم‌های نوشتاری متعدد. کرهای با سطوح پیچیده ادب. هر بار پریسا نه تنها انتظارات را برآورده می‌کرد، بلکه فراتر می‌رفت و هر بار آن بعد شخصی آن داستان یادگیری را اضافه می‌کرد که نه تنها دانش فنی، بلکه درک عمیق و عشق واقعی به هر زبان را آشکار می‌ساخت. وقتی پروفسور سعیدی از او خواست تا عبارتی از ادبیات کلاسیک روسی را توضیح دهد، پریسا نه تنها کلمات را ترجمه کرد، بلکه روح مالیخولیایی متن را به تصویر کشید و زمینه‌های تاریخی و عاطفی را توضیح داد که فقط کسی که واقعاً در فرهنگ روسی غرق شده باشد می توانست آن را درک کند. خانواده ایوانف توضیح داد.
آقای ایوانوف استاد ادبیات بود. او برای من داستایوفسکی می‌خواند در حالی که همسرش بورچت آماده می‌کرد. من 12 ساله بودم و با داستانها گریه می‌کردم. او به من می‌گفت که اگر نتوانید رنج روسی را در کلمات حس کنید، واقعاً آثار اساتید را نمی‌خوانید. پروفسوری که فرانسوی را ارزیابی می‌کرد، متنی درباره شراب با اصطلاحاتی چنان تخصصی به او ارائه داد که به نظر می‌رسید برای شکست حتی مترجمان حرف‌های طراحی شده است. پریسا نه تنها هر نوع انگور، هر منطقه شرابسازی ذکر شده را شناسایی کرد، بلکه ظرافت‌های فرهنگی را توضیح داد که چرا برخی کلمات فرانسویی برای توصیف شراب ترجمه دقیقی به فارسی ندارند. آقای دوبوا یک سومیلیه بود. با لبخندی نوستالژیک توضیح داد. او به من اجازه میداد شراب‌ها را بو کنم در حالی که کار می‌کرد. میگفت فرانسوی شراب شعر مایع است. هر کلمه خاک، خورشید، زمان را تداعی می‌کند. ترجمه نمی‌شود، احساس می‌شود. اما بعد لحظه‌های رسید که همه چیز را تغییر خواهد داد. آخرین زبان عربی کلاسیک بود. زرگری که علاوه بر فارسی بر عربی کلاسیک نیز تسلط داشت، شخصاً برای این ارزیابی برخاست. او آنچه را که ضربه نهایی خود می‌دانست، برای پایان نگه داشته بود. خانم رحمانی با لبخندی که به چشمانش نمی‌رسید گفت: این متن آخر به ویژه چالش برانگیز است. این یک رساله فلسفی باستانی درباره اخلاق و عدالت است، حتی برای محققان متخصص نیز بسیار پیچیده است. او سند را به پریسا داد. پریسا شروع به خواندن کرد و ناگهان حالتش تغییر کرد. نه سردرگمی یا دشواری بود، بلکه شناسایی بود. پروفسور زرگری به آرامی گفت: من این متن را میشناسم. میشناسید؟ زرگری با اطمینان لبخند زد. بسیار بعید میدانم که شما به دسته‌نوشته‌های فلسفی عربی کلاسیک باستانی دسترسی داشته باشید. نه، دسته‌نوشته. پریسا سر برداشت. چشمانش با چیزی خطرناک می‌درخشید. من ترجمه را میشناسم، چون من آن را انجام دادم. سکوتی که بر سالن حاکم شد مطلق بود. حتی به نظر می‌رسید سیستم تهویه نیز از سر و صدا افتاده است. ببخشید؟ زرگری پلک زد. پریسا به سند اشاره کرد. 6 سال پیش وقتی 17 ساله بودم، تحت نام مستعار در یک سرویس ترجمه آنلاین کار می‌کردم. یک مشتری ناشناس درخواست ترجمه این رساله فلسفی از عربی کلاسیک به فارسی مدرن را کرد. به خوبی پرداخت کرد، اما ناشناس بودن کامل را خواست. من 3 هفته را صرف کار روی این کردم. تحقیق درباره هر کلمه، هر مفهوم. این یکی از اولین کارهای حرفهای من بود. او به سمت زرگری برگشت، صدایش قدرت گرفت. و شما، پروفسور زرگری، 4 سال پیش مقاله‌های علمی با عنوان تفسیرهای جدید متون اخلاقی عربی منتشر کردید. من آن مقاله را خواندم. شما ترجمه من را کلمه به کلمه بدون ذکر منبع استفاده کرده بودید. سالن در همه متعجب کننده های منفجر شد. زرگری آشکارا رنگ پریده شد. این یک اتهام پوچ است. او لکنت زبان گرفت. آیا مدرکی دارید؟ من تمام فایل های کارم را دارم. پریسا به آرامی پاسخ داد. از جمله یادداشته های ترجمه، نسخه های اولیه، مکاتبات با مشتری، همه در کامپیوتر من ذخیره شده است. همان کامپیوتری که به عنوان مدرک در اختیار دادستانی است. سارا کریمی از جا پرید. جناب عالی، من درخواست دسترسی فوری به آن فایل های دیجیتال را دارم. اگر آنچه موکلم میگوید درست باشد، این نه تنها توانایی او را ثابت می کند، بلکه سرقت ادبی آکادمیک را افشا می کند. دادستان حسینی مانند حیوانی محاصره شده به نظر می رسید. جناب عالی، این یک انحراف است. به پرونده مربوط نیست. مربوط نیست؟ احمدی بالاخره صدایش را پیدا کرد. آقای حسینی، اگر متهم بتواند ثابت کند که یکی از ارزیابانی که من انتخاب کردم کار او را بدون ذکر منبع استفاده کرده است، این برای این پرونده بسیار مرتبط است. این نشان می‌دهد که او نه تنها با صلاحیت است، بلکه سالهاست که با صلاحیت بوده است. او به سمت زرگری برگشت. حالتش اکنون سرد بود. پروفسور زرگری، آیا حرفی برای گفتن دارید؟ زرگری دهانش را مانند ماهی بیرون از آب باز و بسته کرد. اساتید دیگر با آمیزهای از شوک و انزجار به او نگاه می کردند. در دنیای آکادمیک، سرقت ادبی گناه نابخشودنی بود. من آن ترجمه را از یک همکار دریافت کردم. نمیدانستم که از یک سرویس آنلاین است. فرض کردم کار عمومی است. فرض کردید؟ پروفسور الموسوی برخاست، صدایش تند بود. پروفسور زرگری، پروتکل دانشگاهی نیازمند تایید منبع هر مطلبی است. این یک اصل اولیه است. پروفسور نیکزاد با لحنی قاطع افزود: اگر این درست باشد،
دانشگاه تهران باید رسما تحقیق کند. احمدی چکش خود را کوبید. نظم. پاسبان طباطبایی، کامپیوتر را از قسمت شواهد بیاورید. الان در حالی که منتظر بودند، پریسا ایستاده بود، قلبش به شدت می‌تپید، اما حالتش آرام بود. 6 سال برای این لحظه صبر کرده بود. 6 سال از زمانی که کارش را تحت نام دیگری منتشر شده دیده بود. هرگز فکر نمی‌کرد عدالت به این شکل اجرا شود، اما زندگی راه‌های عجیبی برای بستن دایره‌ها داشت. طباطبایی با لپتاپ در یک کیسه مدرک بازگشت. تکنسین دادگاه آن را روشن کرد و تحت نظارت قضایی سارا به فایل‌هایی که پریسا اشاره می‌کرد رفت. همه چیز آنجا بود. نسخه‌های اولیه ترجمه مربوط به 6 سال پیش، یادداشت‌های دقیق توضیح دهنده، هر تصمیم ترجمه، ایمیل‌ها با مشتری و آنچه بیش از همه محکوم کننده بود، نسخه نهایی، کلمه به کلمه، مشابه آنچه زرگری در مقاله به ظاهر اصلی خود منتشر کرده بود. احمدی شخصاً فایل‌ها را بررسی کرد. حالتش با هر سنت که مرور می‌کرد تیره‌تر می‌شد. بالاخره سر برداشت و به زرگری نگاه کرد. پروفسور، قویاً پیشنهاد می‌کنم با اتحادیه خود تماس بگیرید. به نمایندگی قانونی نیاز خواهید داشت. او به نه استاد دیگر برگشت. آیا کس دیگری درباره صلاحیت زبانی خانم رحمانی تردید دارد؟ یکی یکی هر استاد سر تکان داد. پروفسور الموسوی حتی برخاست. جناب عالی، در 20 سالی که من صلاحیت زبانی را ارزیابی کرده هم، هرگز کسی را با تسلطی که این دختر امروز نشان داد ندیده هم. او نه تنها به این زبانها صحبت می کند، بلکه آنها را زندگی می کند، در سطوحی آنها را درک می کند که بیشتر دانشگاهیان فقط می توانند آرزویش را داشته باشند و این کار را بدون منابع، بدون امتیاز، فقط با عزم و عشق واقعی به یادگیری انجام داد. کلمات الموسوی در سالن طنین انداز شد. احمدی به صندلی خود تکیه داد و دستش را روی صورتش کشید. برای اولین بار در دهه‌ها به نظر می رسید واقعاً در مورد چگونگی ادامه کار نامطمئن است. آقای حسینی بالاخره گفت: آیا چیز دیگری برای ارائه دارید؟ دادستان به آرامی برخاست. میدانست که باخته است. جناب عالی، با توجه به این تحولات و با در نظر گرفتن اینکه 2 نفر از 3 مشتری شاکی اتهامات خود را پس گرفته و اعتراف کرده‌اند که تحت فشار شرکت دروغ گفته‌اند، دادستانی درخواست پس گرفتن تمام اتهامات را دارد. همه در سالن به قرشی تبدیل شد. احمدی مکرراً چکش خود را کوبید. نظم در سالن من. وقتی سکوت بازگشت، احمدی برای مدت طولانی به پریسا نگاه کرد. در چشمانش چیزی بود که هرگز قبل از آن نبوده بود. ببخشید، خانم رحمانی، صدایش به طور غیر معمولی نرم بود. این دادگاه به شما عذرخواهی بدهکار است. من به شما عذرخواهی بدهکارم. اجازه دادم تعصب قضاوت من را ابری کند. فرض کردم که استعداد خارق‌العاده نیازمند تایید نهادی است، در حالی که شما ثابت کردید که استعداد واقعی از نهادها فراتر می رود. مکث کرد. گویی پرویزنوسیت کلمات بعدی برایش تلاش فیزیکی می طلبید. تمام اتهامات علیه شما پس گرفته می شود. شما از تمام اتهامات تبرئه می شوید. علاوه بر این، دستور می دهم که کامپیوتر و تمام وسایل شخصی شما فوراً به شما بازگردانده شود. او برای آخرین بار چکش را کوبید. این پرونده بسته است. سالن در تشویق منفجر شد. سارا پریسا را در آغوش گرفت و هر دو گریه می کردند. خبرنگاران به سمت خروجی می دویدند تا خبر را منتشر کنند. اساتید پریسا را احاطه کرده بودند و عذرخواهی، پیشنهادهای شغلی و فرصتهای آکادمیک ارائه می دادند. اما پریسا فقط می توانست به یک چیز فکر کند. بالاخره، پس از تمام عمر دست کم گرفته شدن، دنیا صدای او را شنیده بود و آن صدا به 11 زبان صحبت کرده بود. درهای مرکز بازداشت ارمغان آزادی با جیرجیری فلزی باز شد که مانند موسیقی آسمانی به گوش می رسید. پریسا اولین قدم خود را به عنوان زنی آزاد در روزهایی برداشت که به نظر می رسید سالها گذشته است. آفتاب عصر با شدتی به صورتش خورد که تقریباً او را به عقب راند. آزادی، تبرئه، عدالت. اما صحنه‌هایی که بیرون منتظرش بود، آن آرامشی نبود که تصور کرده بود. دهه‌ها خبرنگار مانند موجه‌هایی که به ساحل می‌کوبیدند به سمت او هجوم آوردند، دوربین‌ها چشمک می‌زدند، میکروفون‌ها مانند شاخک‌ها بیرون زده بودند، صداهای سوالات را فریاد می‌زدند که در هرج و مرجی غیرقابل فهم مخلوط می‌شدند. خانم رحمانی، چه احساسی دارید؟ آیا پریسا از قاضی احمدی شکایت خواهد کرد؟ درباره پروفسور زرگری به ما بگویید. آیا درست است که به 11 زبان صحبت می کنید؟ سارا کنارش ظاهر شد و با بدنش سپری محافظتی تشکیل داد.
در حالی که سعی می‌کردند به سمت وسیله نقلیه منتظر بروند. اما قبل از اینکه بتوانند 2 متر پیش بروند، زنی شیک‌پوش مستقیما در مسیر آنها قرار گرفت. او قامتی باشکوه داشت، موهای نقره‌های به دقت شانه شده، لباسی که فریاد قدرت و پول میزد. لیدا هریستون، طبق کارت شناسایی شرکتی که به گردنش آویزان بود، مدیر عامل شرکت خدمات ترجمه جهانی هریستون. خانم رحمانی، صدایش با اقتداری طبیعی صدای محیط را برید. من لیدا هریستون هستم. باید همین الان با شما صحبت کنم. خانم هریستون، موکل من تازه آزاد شده است. سارا مداخله کرد. زمان مناسبی نیست. کاملا درک می کنم. اما آنچه باید به شما بگویم نمیتواند صبر کند. هریستون مستقیم به پریسا نگاه کرد و سارا را کاملا نادیده گرفت. پرونده، شما توجه بین المللی را به خود جلب کرده است. من هفته پیشنهاد شغلی از کشورهای مختلف برای شما دارم و چیزی مهمتر، اطلاعاتی درباره مادر بزرگتان که فکر می کنم مایلید بشنوید. پریسا ناگهان ایستاد. مادر بزرگم؟ چه چیزی درباره مادر بزرگم می دانید؟ نه، اینجا. هریستون به یک لیموزین سیاه که با احتیاط در نیم بلوکی پارک شده بود اشاره کرد. 5 دقیقه از وقت شما. اگر بعدش خواستید بروید، من شخصا شما را به هر کجا که بخواهید میبرم. سارا بازوی پریسا را به نشانه هشدار فشار داد، اما چیزی در چشمان هریستون نه تهدیدآمیز بود. اضطرار بود، مخلوط با احترام. باشه، پریسا پذیرفت. 5 دقیقه. در داخل لیموزین، به دور از هرج و مرج خبرنگاران، هریستون پوشه چرمی به پریسا داد. 20 سال پیش، من مدیر منابع انسانی یکی از معتبرترین آژانس‌های ترجمه کشور بودم. مادر بزرگ شما، فرشته رحمانی، برای شغلی درخواست داد. ما او را رد کردیم. پریسا درد کوچکی در سینه‌هاش احساس کرد. چرا این را به من میگویید؟ زیرا ما همان اشتباهی را مرتکب شدیم که سیستم با شما مرتکب شد. فرشته به 6 زبان روان صحبت می‌کرد، اما مدرک دانشگاهی نداشت. ما او را بدون ارزیابی مناسب رد کردیم. او پاکتی زرد شده از پوشه بیرون آورد. او بعد از آن مصاحبه نام‌های برای من نوشت. نام‌هایی که 2 دهه نگه داشتم، زیرا بیش از حد شرمنده بودم که دوباره آن را بخوانم. این دستخط مادر بزرگ شماست. پریسا آن را در هر جایی می شناخت. آن را بخوانید. هریستون با دستانی لرزان اصرار کرد. پریسا پاکت را باز کرد و شروع به خواندن کرد. کلمات مادر بزرگش مانند رودی از خرد و درد از صفحه بیرون می ریختند. خانم هریستون محترم، من شما را به خاطر رد کردنم سرزنش نمی کنم. دنیا با کاغذها کار می کند، نه با توانایی‌ها. اما می خواهم بدانید که زندگیام را وقف خواهم کرد تا مطمئن شوم نوهام هرگز مجبور به التماس برای فرصت‌هایی که شایسته آن است نباشد. من هر چه را که می‌دانم به او یاد خواهم داد و روزی وقتی او موفق شد، امیدوارم به یاد بیاورید که استعداد نیازی به تایید خارجی برای واقعی بودن ندارد. پریسا با اشک‌هایی که از گونه‌هایش سرازیر می‌شد، خواندن را تمام کرد. مادر بزرگش همیشه می‌دانست، همیشه برنامه‌ریزی کرده بود تا او را برای دنیایی آماده کند که هر دوی آنها را رد خواهد کرد. وقتی پرونده شما را در اخبار دیدم، هریستون با صدای آرام ادامه داد. بلافاصله فهمیدم شما کی هستید. نوه فرشته. دختری که او در آن نامه درباره‌اش با من صحبت کرده بود و متوجه شدم. فرصتی برای اصلاح اشتباهی دارم که 2 دهه پیش مرتکب شدم. از من چه می‌خواهید؟ پریسا مستقیما پرسید. می‌خواهم شما را استخدام کنم، نه به عنوان یک مترجم عادی، بلکه به عنوان مدیر استعدادهای غیر متعارف. کار شما شناسایی و استخدام افرادی مانند شما خواهد بود، افرادی با مهارت‌های خارق‌العاده اما بدون مدارک سنتی، افرادی که سیستم آنها را نادیده می‌گیرد. این پیشنهاد وسوسه‌انگیز بود. تقریباً بیش از حد خوب بود که واقعی باشد، اما چیزی در حالت چهره هریستون به پریسا می‌گفت که چیز دیگری هم هست. چه چیز دیگری؟ او اصرار کرد. هریستون کمی لبخند زد. شما باهوش هستید. خب، چیز دیگری هم هست. مادر بزرگ شما برای خانواده‌های دیپلماتیک زیادی کار کرد. همانطور که می‌دانید، اما یک خانواده خاص. خانواده دیویس، دیپلمات‌های بریتانیایی که او برای 5 سال آخر عمرش برای آنها کار کرد. آنها 3 سال پیش ناگهان کشور را ترک کردند و چیزی را برای شما باقی گذاشتند، چیزی که مادر بزرگتان از آنها خواسته بود نگه دارند تا زمانی که شما آماده شوید. آقای دیویس دیروز پس از دیدن پرونده شما در اخبار با من تماس گرفت. او در شهر است و می‌خواهد با شما ملاقات کند. قبل از اینکه پریسا بتواند پاسخ دهد، تلفنش که تازه از پلیس پس گرفته شده بود، بی‌وقفه شروع به زنگ زدن کرد. تماس‌های از دست رفته، پیامک‌ها،
اعلانهای شبکه‌های اجتماعی که منفجر شده بودند. یک پیام خاص توجه او را جلب کرد. از شماره ناشناسی با پیششماره بین‌المللی بود. خانم رحمانی، من مأمور سامی کراس از سازمان بین‌المللی پناهندگان هستم. داستان شما با میلیون‌ها نفر طنین انداز شده است. ما پیشنهادی داریم که می‌تواند زندگی‌ها را تغییر دهد. لطفاً فوراً با من تماس بگیرید. سارا، که در حال بررسی تلفن خودش بود، با حالتی شوکزده سر برداشت. پریسا، باید این را ببینی. او صفحه نمایش خود را نشان داد. ویدیوی جلسه دادگاه ویروسی شده بود. بیش از 15 میلیون بازدید در کمتر از 6 ساعت. هشتگ عدالت برای پریسا در سراسر جهان ترند شده بود. اما فقط این نبود. ویدیوی دیگری که چند دقیقه پیش منتشر شده بود. کسی نوارهای امنیتی مرکز بازداشت را لو داده بود. در آنها به وضوح دیده میشد که پریسا تمام شب را مطالعه می کند، به زبانهای مختلف نجوا می کند، با عزمی که به فوق ابشری نزدیک بود، خود را آماده می کند. تمام دنیا درباره تو صحبت می کنند، سارا زمزمه کرد. تو حالا یک نماد هستی. من نمیخواهم نماد باشم، پریسا با صدایی خسته پاسخ داد. من فقط میخواهم زندگیم را بکنم. برای این کار خیلی دیر است. هریستون عملیگرایانه مداخله کرد. شما اکنون یک پلتفرم دارید. سوال این است که با آن چه خواهید کرد؟ تلفن دوباره زنگ زد. این بار شماره‌ای بود که پریسا آن را میشناخت. ناهید، همسلولیاش. پریسا، باید بیایی. ضروری است. ناهید، چه اتفاقی افتاده است؟ درباره مدیر مرکز است. معلوم شد او هم رازهایی دارد و فکر می‌کنم آنها با مادر بزرگ شما ارتباط دارند، اما نمی‌توانم تلفنی صحبت کنم. باید بیایی. تماس ناگهان قطع شد. پریسا با نگرانی فزاینده به سارا نگاه کرد. مشکلی هست. ناهید ترسیده به نظر می رسید. قبل از اینکه بتوانند تصمیم بگیرند چه کار کنند، شخص دیگری در پنجره لیموزین ظاهر شد. مردی مسن‌تر حدوداً 600 و چند ساله، با حالتی مهربان اما مضطرب به آرامی به شیشه زد. هریستون پنجره را پایین آورد. دکتر رضوی. خانم هریستون، ممنون از تماس شما. مرد با لهجه بریتانیایی ظریفی صحبت کرد. خانم رحمانی، من فرهاد رضوی هستم. سالها به عنوان پزشک شخصی خانواده دیویس کار کردم. همچنین در ماه‌های آخر عمر مادر بزرگ شما فرشته را نیز ویزیت کردم. پریسا از لیموزین بیرون آمد و احساس می‌کرد دنیا خیلی سریع می‌چرخد. شما مادر بزرگم را می‌شناختید؟ او را خیلی خوب می‌شناختم و چیزهایی درباره مرگ او وجود دارد که شما باید بدانید. چیزهایی که او از من قول گرفت در زمان مناسب به شما بگویم. چه چیزهایی؟ دکتر رضوی با نگرانی اطرافش را نگاه کرد. نه، اینجا افرادی هستند که ترجیح می‌دهند برخی اطلاعات مدفون بمانند. مادر بزرگ شما از یک حمله قلبی ساده فوت نکرد خانم رحمانی. عوارضی وجود داشت که او آنها را مخفی نگه داشت. عوارضی مربوط به چیزی که او هنگام کار برای خانواده دیویس کشف کرد. قلب پریسا شروع به تند زدن کرد. چه چیزی کشف کرد؟ مدارک، اطلاعات حساس درباره شبکه‌های قاچاق که از خانواده‌های دیپلماتیک به عنوان پوشش استفاده می‌کردند. مادر بزرگ، شما آنها را به مقامات مربوطه‌ای گزارش داد، اما قبل از اینکه بتواند رسما شهادت دهد، فوت کرد. دنیای پریسا متوقف شد. آیا می‌گویید مادر بزرگم؟ با قطعیت نمی‌دانم. دکتر سریعاً حرفش را قطع کرد. آنچه می‌دانم این است که او شواهدی را ذخیره کرد، شواهدی که خانواده دیویس پس از مرگش محافظت کردند. و اکنون که شما در کانون توجه عمومی هستید، افرادی هستند که می‌خواهند مطمئن شوند آن شواهد هرگز فاش نشود. سارا به حالت محافظه‌کارانهای کنار پریسا ایستاد. دکتر رضوی، اینها اتهامات جدی هستند. مدرکی دارید؟ من سوابق پزشکی کامل فرشته را دارم و نامه‌هایی را که او در روزهای آخرش به من نوشت دارم. نامه‌هایی که در آنها به طور خاص ذکر می‌کند اگر اتفاقی برایش افتاد، باید وقتی نوهاش به اندازه کافی قوی شد تا حقیقت را بپذیرد با او تماس بگیرم. او یک پاکت ضخیم از کیفش بیرون آورد. این فقط آغاز است، خانم رحمانی. مادر بزرگ، شما همه چیز را با دقت مستند کرده بود. نامها، تاریخها، مسیرهای قاچاق. او همه چیز را در یک صندوق امانات، در یک بانک بین‌المللی نگهداری کرد و شما تنها کسی هستید که مجاز به باز کردن آن هستید. پریسا پاکت را گرفت و وزن آن را نه تنها از نظر فیزیکی بلکه از نظر عاطفی نیز حس کرد. آن صندوق کجاست؟ ژنو، سوئیس، بانک بین‌المللی پارس. مادر بزرگ، شما قبل از مرگش دستورالعمل‌های دقیق را به من داد. او گفت وقتی پریسا به دنیا نشان داد که چه توانایی‌هایی دارد،
وقتی دیگر نمیتوان او را نادیده گرفت یا ساکت کرد، آنگاه او برای دانستن تمام حقیقت آماده خواهد بود. کلمات در سکوت لیموزین طنین انداز شد. تمام عمرش. پریسا فکر کرده بود مادر بزرگش صرفاً یک خدمتکار بود که زبانها را دوست داشت، اما اکنون در حال کشف این بود که او بسیار بیشتر از این بود. زنی که بی‌عدالتی‌ها را دیده بود و شهامت مقابله با آنها را داشت، حتی با دانستن قیمتی که ممکن بود بپردازد. آیا چیز دیگری هست؟ دکتر رضوی افزود. حالتش حتی جدی‌تر شد. سومین مشتری که شما را متهم کرد، کسی که هرگز اتهاماتش را پس نگرفت، نامش ریچارد بلکوود است. او برای یک شرکت امنیتی خصوصی با ارتباطات عمیق در محافل دیپلماتیک کار می‌کند. فکر نمی‌کنم تصادفی باشد که او تنها کسی بود که اتهامات را تا پایان حفظ کرد. آیا پیشنهاد می‌کنید که اتهام من سازماندهی شده بود؟ پریسا احساس کرد لرزه‌های به پشتش افتاد. من پیشنهاد می‌کنم که وقتی پرونده شما عمومی شد، افراد خاصی فرصتی دیدند تا شما را قبل از اینکه به یک صدای عمومی تبدیل شوید بی‌اعتبار کنند. قبل از اینکه بتوانید آنچه مادر بزرگتان می‌دانست کشف کنید. سارا تلفنش را گرفت. همین الان به محافظت پلیس نیاز داریم. اما قبل از اینکه او بتواند تماس بگیرد، یک ون سیاه ناگهان جلوی لیموزین توقف کرد. مردی میان سال با حالتی جدی و کارت شناسایی فدرال آویزان از گردنش از آن پیاده شد. من مأمور سامی کراس هستم. خانم رحمانی، باید با من بیایید. جان شما در خطر است. از کجا می‌دانستید کجا مرا پیدا کنید؟ پریسا پرسید. غریزه بقایش فعال شده بود. زیرا ما ارتباطات مربوط به پرونده شما را تحت نظر داشته هایم و همین الان مکالمه بسیار نگران کننده های را قطع کردیم. یک قرارداد فعال روی شما وجود دارد. کسی می‌خواهد مطمئن شود که شما هرگز به ژنو نمی‌رسید. دنیایی که پریسا تازه به دست آورده بود، در شرف خطرناکتر شدن بود و پاسخهایی که او به دنبالش بود، هزاران کیلومتر دورتر در یک صندوق امانات حاوی رازهایی بود که کسی حاضر بود برای محافظت از آنها بکشد. تصمیم آنی بود. پریسا مستقیم به چشمان مأمور کراس نگاه کرد. تا زمانی که با ناهید صحبت نکنم جایی نمیروم. او به من نیاز دارد. خانم رحمانی، شما متوجه وخامت اوضاع نیستید. کراس اصرار کرد. افراد خطرناکی همین الان به دنبال شما هستند و من دوستی دارم که وقتی هیچ کس دیگر کمکم نمی‌کرد، همه چیز را به خطر انداخت تا به من کمک کند. پریسا با قاطعیت پاسخ داد. او را الان رها نمی‌کنم. سارا بازوی او را لمس کرد. پریسا، شاید باید به مأمور گوش کنی. من با شما میآیم. دکتر رضوی به طور غیر منتظرهای مداخله کرد. اگر ارتباطی بین مدیر مرکز و آنچه مادر بزرگتان کشف کرد وجود دارد، شما باید آن را بدانید و من میتوانم به محافظت از شما کمک کنم. هریستون تلفنش را بست. من در امنیت خصوصی ارتباطاتی دارم. میتوانم یک تیم را در 10 دقیقه به آنجا برسانم. کراس آهی کشید و پذیرفت که این نبرد را باخته است. بسیار خوب. اما من با شما میآیم و اگر چیز مشکوکی دیدم فوراً میرویم. 15 دقیقه بعد آنها به مرکز بازداشت ارمغان آزادی بازگشتند. ساختمانی که پریسا با آسودگی خاطر آن را ترک کرده بود، اکنون با حسی از تهدید که قبلاً احساس نکرده بود، او را پذیرا بود. چراغ‌های فلورسنت چشمک می‌زدند و سایه‌های نگران کننده‌های را بر راهروهای سفید می‌انداختند. مأمور امید خسرو، نگهبان جوانی با حالتی مهربان که همیشه با پریسا ملایم بود، در ورودی منتظر آنها بود. خانم رحمانی، ممنون که آمدید، با نگرانی زمزمه کرد. ناهید بسیار پریشان است. مدام میگوید که مدیر با مادر بزرگ شما ارتباطی دارد. نمیفهمم منظورش چیست. اما او اصرار دارد که فقط با شما صحبت خواهد کرد. مدیر احمدی کجاست؟ کراس با لحنی حرفهای پرسید. در دفترش. تمام روز در حال تماس گرفتن بوده است. از زمانی که پرونده خانم رحمانی ویروسی شد، او بسیار عصبی است. خسرو آنها را از راهروهایی که پریسا خیلی خوب میشناخت هدایت کرد. وقتی به سلول 47 رسیدند، ناهید روی تختش نشسته بود و زانوهایش را در آغوش گرفته بود، با حالتی که ترس و عزم را با هم ترکیب می کرد. پریسا از جا پرید وقتی در باز شد. خدا را شکر که آمدید. فکر می کردم شاید بعد از همه چیزهایی که اینجا متحمل شدید، دیگر نمی آیید. ناهید، چه اتفاقی افتاده است؟ چه چیزی کشف کردی؟ ناهید با نگرانی به دیگر حاضران نگاه کرد. کراس کارت شناسایی فدرال خود را نشان داد. هر آنچه اینجا میگویید محافظت می شود. اگر اطلاعات مرتبطی دارید باید آن را بشنویم. ناهید نفس عمیقی کشید. 2 روز پیش داشتم نزدیک دفتر مدیر احمدی نظافت می کردم.
در نیمه‌باز بود و من مکالمه تلفنی را شنیدم. او درباره پریسا صحبت می کرد. چیزهایی مانند پیرزن مشکل ساز بود و نوه نمی تواند بفهمد او چه پیدا کرده است. قلب پریسا از حرکت ایستاد. پیرزن به مادر بزرگم اشاره داشت. در ابتدا همین فکر را کردم، اما مطمئن نبودم. سپس امروز بعد از اینکه شما آزاد شدید، او بیشتر پریشان بود. تماس دیگری گرفت. این بار به وضوح شنیدم. او نام فرشته رحمانی را ذکر کرد و چیزی درباره مدارکی که هرگز نباید به دست نوحاش میافتید. دکتر رضوی جلو آمد. آیا ناهید چیزی درباره خانواده دیویس یا شبکه‌های بین‌المللی گفت؟ بله. ناهید به شدت سر تکان داد. او گفت که خانواده دیویس احمق بودند که آن کاغذها را نگه داشتند که باید آنها را وقتی فرصت داشتند از بین می‌بردند. کراس تلفنش را بیرون آورد و شروع به تماس‌های اضطراری کرد، درخواست تیم‌های پزشکی قانونی، حکم بازداشت، تحقیقات کامل، اما پریسا به سختی می‌توانست چیزی فراتر از غرش خون در گوشایش را بشنود. دکتر رضوی به آرامی دستش را روی شانه او گذاشت. پریسا، آیا چیز دیگری هست که باید بدانی؟ چیزی که مادر بزرگت قبل از مرگ به من داد. از کیفش پاکت کوچکی را که با گذشت زمان کهنه شده بود بیرون آورد. از من خواست وقتی آماده شدی به تو بدهم. فکر می‌کنم این همان لحظه است. با دستانی لرزان پریسا پاکت را باز کرد. داخل آن نام‌های بود که با دستخط مادر بزرگش نوشته شده بود، همان دستخطی که در کتاب‌های آشپزی، در یادداشت‌های خرید، در پیام‌های عشق مادرانه دیده بود. عزیز دل پریسا، آغاز شده بود. اگر این را می‌خوانی، یعنی من دیگر با تو نیستم. یعنی دکتر رضوی به قولش عمل کرده و یعنی تو بالاخره به اندازه کافی قوی شده‌های که تمام حقیقت را بدانی. تمام عمرم به تو زبان یاد دادم، به تو آموختم که کلمات قدرت دارند، که ارتباط پل می‌سازد، که درک دیگران یعنی درک جهان. اما هرگز به تو نگفتم چرا اینقدر برایم مهم بود که یاد بگیری. وقتی جوان بودم شاهد بی‌عدالتی‌هایی بودم که نمی‌توانستم جلوی آنها را بگیرم. دیدم که چگونه انسان‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، خانواده‌ها از هم جدا می‌شوند، بیگناهان آسیب می‌بینند. و من نمی‌توانستم کاری کنم زیرا قدرتی نداشتم، صدایی نداشتم، راهی برای شنیده شدن نداشتم. اما تو، عشق من، تو چیزی داری که من هرگز نداشتم. تو موهبت زبانها را داری. تو می‌توانی برای کسانی صحبت کنی که صدایی ندارند. تو می‌توانی نه تنها کلمات، بلکه بی‌عدالتی‌ها را به عدالت، سکوت را به حقیقت ترجمه کنی. مدارکی که در جنو گذاشتم فقط شواهدی از جنایات نیستند. آنها صدای افرادی هستند که نیاز به شنیده شدن دارند و تو تنها کسی هستی که می‌توانی به آنها این صدا را بدهی. می‌دانم که راه دشوار خواهد بود. می‌دانم که افرادی سعی خواهند کرد تو را ساکت کنند، همانطور که سعی کردند مرا ساکت کنند. اما همچنین می‌دانم که تو قوی‌تر از من هستی، زیرا تو نه تنها دانش، بلکه شجاعت داری. برای من گریه نکن، کوچولوی من. اگر قلبم قبل از دیدن پیروزی تو از کار افتاد، می‌دانم که به این دلیل بود که تمام وجودم را برای آماده کردن تو دادم و همین کافی است. هر زبانی که به تو آموختم، هر داستانی که به اشتراک گذاشتم، هر لحظه هایی که با هم گذراندیم، تو را برای این لحظه آماده می کرد، برای زمانی که دنیا بالاخره به تو گوش خواهد داد. حالا برو، به ژنو برو، آن صندوق را باز کن، آن داستانها را بگو، به خاموش شدگان صدا بده و وقتی این کار را انجام دادی، خواهی دانست که مادر بزرگت به تو افتخار می کند. نه به این دلیل که به 10 زبان یا 20 زبان صحبت می کنی، بلکه به این دلیل که موهبت خود را برای چیزی بزرگتر از خودت انتخاب کردی. دوستت دارم، دخترم. همیشه دوستت داشتم. همیشه دوستت خواهم داشت. مادر بزرگت فرشته. پریسا خواندن را تمام کرد و ایشکایی که روزها آنها را حبس کرده بود، بالاخره آزادانه جاری شدند. اینها فقط اشکه‌های غم نبودند، بلکه اشکه‌های درک، هدف، عشقی بودند که حتی از مرگ نیز فراتر می‌رفت. ناهید او را در آغوش گرفت و او نیز گریه می‌کرد. سارا اشک از گونه‌هایش سرازیر بود. حتی کراس، مأمور فدرال سرسخت، مجبور شد به آرامی چشمانش را پاک کند. دکتر رضوی به آرامی صحبت کرد. مادر بزرگت می‌دانست که وقتش محدود است. قلبش ضعیف بود و استرس آنچه کشف کرده بود آن را بدتر کرد. اما او متوقف نشد. او به مستندسازی، به جمع‌آوری شواهد، به جنگیدن ادامه داد، زیرا می‌دانست که تو کار او را ادامه خواهی داد. پریسا نامه را با دقت تا کرد و آن را به سینه‌هاش چسباند، گویی آغوش مادر بزرگش بود. به ژنو خواهم رفت، با صدای واضح علی رغم اشکه‌ها گفت. آنچه او شروع کرد من به پایان خواهم رساند، تنها نخواهی رفت.
هریستون با حالتی مصمم وارد دفتر شد. شرکت من در سوئیس دفاتر دارد. تمام محافظت و منابع مورد نیاز را خواهید داشت. و من هم با شما می آیم. سارا اضافه کرد. به عنوان وکیل و دوستت. من هم همینطور. ناهید با تعجب گفت. من 2 روز دیگر آزاد می شوم. و بعد از کاری که با مادر بزرگتان کردند می خواهم کمک کنم. کراس تلفنش را بست. FBI به این پرونده علاقمند است. در طول سفر محافظت فدرال خواهید داشت. و به مدیر احمدی که میگریست برگشت. شما به اتهام اخلال در اجرای عدالت و توطئه بازداشت هستید. در حالی که احمدی با دستبند از دفترش خارج میشد، پریسا احساس کرد چیزی در درونش تغییر کرد. او دیگر فقط دختری جوان نبود که سعی در اثبات شایستگی خود داشت. او وارث میراثی از شجاعت و عدالت بود. مادر بزرگش دانه‌های امید را در قالب زبانها کاشته بود. اکنون آن دانه‌ها به چیزی قدرتمندتر تبدیل شده بودند، صدایی که نمیتوان آن را ساکت کرد. در آن لحظه تلفن هریستون زنگ خورد. او به طور مختصر پاسخ داد. حالتش جدی شد. خانم دیویس بود. او در شهر است. میگوید چیز دیگری دارد که مادر بزرگتان برای شما گذاشته، چیزی که حتی به بانک هم اعتماد نکرده بود. میخواهد امشب با شما ملاقات کند. پریسا سر تکان داد. هر افشاگری او را به درک کامل اینکه مادر بزرگش که بود و چه فداکاری کرده بود نزدیکتر میکرد. پس برویم، گفت. دیگر وقتی برای از دست دادن نیست، زیرا در جایی، در یک صندوق امانات در ژنو، حقایقی منتظر بودند که زندگیها را تغییر دهند و پریسا رحمانی آماده بود تا به آنها صدا بدهد. هاتلی که خانم مارگارت دیویس در آن اقامت داشت، از آن دسته مکانهایی بود که داستانهایی از زندگیهایی با ظرافت و هدف را زمزمه می‌کرد. پریسا همراه با سارا، دکتر رضوی و هریستون در سوئینی با چشماندازی به شهر روشن شده پذیرفته شد. مارگارت دیویس، زنی با موهای نقره‌های کاملاً شانه شده، چشمان آبی که دنیا را بیش از حد دیده بودند و آن وقار خاصی که فقط از زندگی‌های وقف خدمت به چیزی بزرگتر از خود می‌آید. وقتی پریسا را دید، چشمانش از اشک پر شد. شما دقیقاً همانطور هستید که او می‌گفت. مارگارت زمزمه کرد و دست‌های پریسا را بین دست‌های خود گرفت. فرشته هر روز درباره شما صحبت می‌کرد. می‌گفت شما شاهکارش، میراث زنده‌هاش هستید. خانم دیویس، شما درباره مادر بزرگم چه می‌دانید؟ مارگارت آنها را به نشستن دعوت کرد. دست‌هایش کمی می‌لرزید در حالی که چای آماده می‌کرد. مادر بزرگ شما، فرشته رحمانی، برای 5 سال برای خانواده من کار کرد. او فقط کارمند ما نبود، او بخشی از خانواده ما بود. همسر من سفیر بریتانیا بود و فرشته در هر مقصد با ما بود. اما آنچه هیچ کس نمی‌دانست این بود که فرشته موهبتی خاص داشت. چه موهبتی؟ او می‌توانست افراد را بخواند، نیت‌ها را درک کند و دانشش به زبانها به او اجازه می‌داد مکالماتی را بشنود که دیگران خصوصی می‌پنداشتند. مارگارت مکث کرد، چشمانش با خاطرات دور شدند. یک شب، در طول یک پذیرایی دیپلماتیک در خانه ما، فرشته در حال خدمت بود که مکالمه‌هایی را به زبان روسی بین 2 دیپلمات شنید. آنها درباره شبکه‌های بحث می‌کردند که از خانواده‌های دیپلماتیک به عنوان پوشش برای جابجایی افراد برخلاف میلشان استفاده می‌کردند. سکوت در اتاق مطلق بود. فرشته آن شب با لرز به نزد من آمد. همه چیز را به من گفت. من و همسرم وحشت زده شدیم. او می‌خواست فوراً آن را گزارش کند، اما فرشته اصرار داشت که ابتدا شواهد بیشتری جمع آوری کند. ماها. او همه چیز را با دقت مستند کرد. نامه‌ها، تاریخ‌ها، مسیرها. او از موقعیت نامرئی خود استفاده می‌کرد تا در جلساتی حضور داشته باشد که هیچ کس فکر نمی‌کرد او آنچه را که می‌گفتند درک می‌کند. و چرا وقتی شواهد کافی داشتند آن را گزارش نکردند؟ مارگارت برخاست و به یک جعبه کوچک روی میز رفت. زیرا ما کشف کردیم که این شبکه در سطوح بالای دولت‌های متعدد ارتباطاتی دارد. نمی‌دانستیم به چه کسی اعتماد کنیم. سپس همسر من فوت کرد. سکته قلبی ناگهانی در طول یک جلسه دیپلماتیک. صدایش لرزید. رسما قلبش بود. اما همیشه از خودم پرسیده هم. درست قبل از مرگش گفته بود که آماده است همه چیز را افشا کند بدون توجه به عواقب. فرشته بعد از آن ترسید. مارگارت ادامه داد. ترسید که همان اتفاق برایش بیفتد، اما نه برای خودش، بلکه از این که تو را تنها بگذارد، پریسا. بنابراین این را به من داد. او جعبه را باز کرد و از من قول گرفت که فقط وقتی شما به اندازه کافی قوی باشید، وقتی دنیا آماده شنیدن شما باشد، آن را به شما بدهم. از جعبه یک دیسک سخت خارجی کوچک و یک پاکت ضخیم بیرون آورد.
همه چیز اینجاست. ضبط‌های صوتی از جلسات دیپلماتیک که در آنها درباره این عملیات بحث شده است، عکس‌ها، اسناد اصلی و مهمتر از همه شهادت‌های قربانیانی که فرشته آنها را می‌شناخت و سالها مخفیانه به آنها کمک کرده بود. پریسا دیسک را با دستانی لرزان گرفت. کوچک بود، اما وزن زندگی‌های کامل را در خود داشت. آیا چیز دیگری هست؟ مارگارت به آرامی اضافه کرد. جعبه در جنو حاوی شواهد اسنادی است، اما این، او به دیسک اشاره کرد، حاوی صداها، داستانهای واقعی افرادی است که ساکت شده بودند. فرشته آنها را با اجازه به زبانهای خودشان ضبط کرد. او می‌دانست که شما کسی خواهید بود که بالاخره آنها را ترجمه خواهید کرد، کسی که به آنها صدا خواهد داد. آن شب پریسا به سختی خوابید. با هدفون‌هایش ساعتها به ضبط‌ها گوش داد. صداهایی به چینی، عربی، روسی، به زبانهایی که او صمیمانه آنها را می‌شناخت. داستانهایی از خانواده‌های جدا شده، از وعده‌های شکسته، از امیدهای از بین رفته، و در هر ضبط در پایان صدای مادر بزرگش بود، صدای آرامش بخش او، قول می‌داد که داستانهای آنها گفته خواهد شد. وقتی صبح شد، پریسا اشکه‌های خشکیده‌های بر گونه‌هایش داشت، اما آتشی تازه در روحش. پرواز به ژنو روز بعد انجام شد. پریسا با سارا، ناهید که همانطور که قول داده شده بود آزاد شده بود، هریستون و یک اسکورت امنیتی که توسط مأمور کراس هماهنگ شده بود سفر کرد. FBI کشف کرده بود که ریچارد بلکوود، سومین مشتری، در واقع یک مأمور امنیتی خصوصی بود که برای بی‌اعتبار کردن پریسا قبل از اینکه به یک صدای عمومی تبدیل شود، استخدام شده بود. او هنگام تلاش برای خروج از کشور دستگیر شد. جنو با آسمان‌های خاکستری، اما با وعده‌های عدالت، از آنها استقبال کرد. بانک بین‌المللی پارس، قلعه‌های از مرمر و فولاد بود که برای محافظت از رازها در طول نسل‌ها طراحی شده بود. در یک اتاق خصوصی با حضور یک سردفتر سوئیسی، پریسا صندوق امانات شماره 4721 را باز کرد. داخل آن پوشه‌هایی به دقت سازماندهی شده بود، هر کدام با دستخط مادر بزرگش برچسب گذاری شده بود، با نامه‌ها، تاریخ‌ها، مکان‌ها. اما آنچه بیش از همه پریسا را تحت تأثیر قرار داد، یافتن آلبوم عکسی در ته جعبه بود، عکس‌هایی از خودش در طول سالها. اولین روز مدرسه، یادگیری نوشتن به عربی، خواندن کتاب‌ها به فرانسوی. هر عکس در پشت خود یادداشتی از مادر بزرگش داشت. آخرین عکس از پریسا در 16 سالگی بود، در حالی که لبخند می‌زد و یک گواهی از یک دوره آنلاین ترجمه را در دست داشت. یادداشت می‌گفت: روزی که فهمیدم تو آماده‌های، فقط کافی بود که دنیا نیز آماده باشد. پریسا آلبوم را به سینه‌هاش فشرد و حق می‌کرد. سارا او را در آغوش گرفت، سپس ناهید، سپس همه حاضران. لحظه‌های از درد و عشق بود که آنقدر عمیق در هم تنیده شده بودند که هیچ کلمه‌های در هیچ زبانی برای توصیف آن کافی نبود. هفته‌های بعدی یک گردباد بود. پریسا با کمک سارا و یک تیم حقوقی بین‌المللی تمام شواهد را به دادگاه بین‌المللی عدالت ارائه داد. این پرونده در محافل دیپلماتیک زمین لرزه‌های ایجاد کرد. 3 شبکه بین‌المللی برچیده شدند. 17 مقام فاسد در 6 کشور مختلف دستگیر شدند. اما مهمتر از دستگیری‌ها کاری بود که پریسا با ضبط‌ها انجام داد. او مستندی با عنوان صداهای سکوت ساخت. در آن او شخصاً هر شهادت را ترجمه کرد و به کسانی که ساکت شده بودند صدا داد. او نه تنها کلمات، بلکه احساسات، زمینه‌های فرهنگی و انسانیت ضروری هر داستان را به تصویر کشید. مستند به سرعت در سطح جهانی ویروسی شد. بیش از 100 میلیون بازدید در هفته اول. دولت‌ها مجبور به پاسخگویی شدند. سیاست‌ها تغییر کردند. زندگی‌ها نجات یافتند. سفیر کلاوس زیمرمن از سازمان ملل متحد شخصاً با پریسا تماس گرفت. خانم رحمانی، کار شما بی‌عدالتی‌هایی را افشا کرده است که دولت‌ها دهه‌ها آنها را نادیده گرفتند. به نام سازمان ملل متحد مایلم موقعیتی را به عنوان مترجم ویژه حقوق بشر به شما پیشنهاد دهم. کار شما این خواهد بود که به افرادی صدا بدهید که دنیا باید آنها را بشنود. پریسا پذیرفت، اما با یک شرط، که این موقعیت شامل برنامه‌های برای شناسایی و آموزش سایر استعدادهای جوان بدون مدارک رسمی باشد. استعداد واقعی. او استدلال کرد. نیازی به تایید نهادی برای شناخته شدن ندارد. پیشنهاد او به اتفاق آرا پذیرفته شد. 6 ماه بعد، پریسا در همان دادگاهی ایستاده بود که زمانی تحقیر شده بود. اما این بار نه به عنوان متهم،
بلکه به عنوان سخنران دعوت شده در یک کنفرانس بین‌المللی درباره عدالت زبانی. قاضی حسین احمدی در جلسه حضور داشت. او پس از آنکه نحوه رسیدگی به پرونده پریسا منجر به تحقیقات در مورد سایر پرونده‌هایی شد که ممکن بود اجازه داده باشد تعصبات بر قضاوتش تأثیر بگذارد، زودتر بازنشسته شده بود. در پایان سخنرانی پریسا، احمدی به سمت او آمد. خانم رحمانی، صدایش فروتن بود، بسیار متفاوت از مرد مغروری که قبلاً بود. هیچ عذرخواهی برای نحوه رفتارم با شما کافی نیست، اما می‌خواهم بدانید که پرونده شما زندگی من را تغییر داد. من را مجبور کرد با تعصباتی روبرو شوم که حتی نمی‌دانستم دارم. من اکنون با سیستم قضایی کار می‌کنم تا اصلاحاتی را اجرا کنم که از ارتکاب اشتباهاتی که من مرتکب شدم توسط قضات دیگر جلوگیری کند. قاضی احمدی، پریسا پاسخ داد، بخشش آسیب را پاک نمی‌کند، اما راههایی را به سوی چیزی بهتر باز می‌کند. شناخت شما بیش از عذرخواهی‌هایتان معنا دارد، زیرا نشان می‌دهد که افراد می‌توانند تغییر کنند، یاد بگیرند، رشد کنند. آنها دست دادند و در آن حرکت التیامی بود، نه تنها برای آنها، بلکه به عنوان نمادی از آنچه سیستم قضایی می‌تواند باشد. ناهید با کمک هریستون زندگی خود را از نو ساخته بود. اکنون او برنامه‌های توانبخشی برای افراد زندانی شده ناعادلانه را هماهنگ می‌کرد. تو وقتی من امیدی نداشتم، به من امید دادی، به پریسا گفت. حالا می‌خواهم همان امید را به دیگران بدهم. سارا کریمی به عنوان وکیل تسخیری سال در سطح ملی به رسمیت شناخته شد، اما آنچه بیش از همه به آن افتخار می‌کرد، جوایز نبود، بلکه نامه‌هایی بود که از مشتریان سپاسگزار الهام گرفته از دفاع پرشور او از پریسا دریافت می‌کرد. پروفسور زرگری پس از آنکه تحقیقات دانشگاهی موارد متعدد سرقت ادبی را تایید کرد، از سمت خود استعفا داد. سقوط او به عنوان هوشداری برای سایر دانشگاهیان درباره اهمیت صداقت عمل کرد. دیوید وانگ، مهندسی که شهامت اعتراف اول را داشت، بنیادی را برای حمایت از استعدادهای غیر متعارف تأسیس کرد. پریسا به من آموخت که شرافت ارزشمندتر از پول یا موقعیت است، در مصاحبه‌های توضیح داد. نیلوفر، دختر جوان مرکز بازداشت که شغلش را برای کمک به پریسا به خطر انداخته بود، بورسیه کامل برای تحصیل در رشته مددکاری اجتماعی را دریافت کرد، با حمایت برنامه‌هایی که پریسا تأسیس کرده بود. 1 سال پس از روزی که پریسا دستگیر شده بود، او در مقابل قبرستانی ایستاده بود که مادر بزرگش در آن به خاک سپرده شده بود. او به طور خاص برای این لحظه از جنو سفر کرده بود. گلهای تازه را بر روی قبر گذاشت و زانو زد. مادر بزرگ به آرامی صحبت کرد. آنچه را که شروع کردی، من به پایان رساندم. صداهایی که کمک کردی محافظت شوند، اکنون توسط تمام دنیا شنیده می شوند. شبکه‌هایی که مستند کردی، برچیده شدند. افرادی که سعی کردند ما را ساکت کنند، شکست خوردند. نسیم ملایمی برگه‌های درختان نزدیک را به حرکت درآورد، گویی خود طبیعت گوش می‌داد. اما بیش از آن، مادر بزرگ، من بالاخره فهمیدم چرا تمام این زبانها را به من آموختی. مسئله فقط کلمات نبود، مسئله همدلی بود، ارتباط بود، درک، اینکه هر کس بدون توجه به زبان یا ریشه‌هاش داستانی دارد که سزاوار شنیده شدن است. پریسا آلبوم عکس را از کیفش بیرون آورد، همان آلبومی که در صندوق امانات پیدا کرده بود. آن را در صفحه آخر باز کرد، جایی که یک عکس جدید چسبانده بود. این عکس از خودش بود، ایستاده در مقابل سازمان ملل متحد، احاطه شده توسط مردم از هر گوشه جهان، مردمی که داستانهایشان را ترجمه کرده بود، صداهایشان را تقویت کرده بود. نگاه کن، مادر بزرگ، این چیزی است که با هم ساختیم. فداکاری تو بیهوده نبود. میراث تو در هر کسی که اکنون به لطف آنچه تو به من آموختی صدا دارد، زنده است. در حالی که خورشید غروب می کرد، پریسا همانجا ایستاده بود و آرامشی را حس می کرد که سالها آن را حس نکرده بود. مادر بزرگش دانه‌های امید را در قالب زبانها کاشته بود. آن دانه‌ها در باغ عدالتی رشد کرده بودند که مدتها پس از رفتن هر دو به شکوفایی ادامه خواهد داد. روز بعد، پریسا اولین کلاس خود را در برنامه‌هایی که ایجاد کرده بود تدریس کرد. 30 جوان از پیشینه‌های مختلف، همه با استعدادهای خارق‌العاده، اما بدون مدارک رسمی، با امید و تحسین به او نگاه می‌کردند. مادر بزرگم همیشه به من میگفت پریسا آغاز کرد که استعداد نیازی به گواهی برای واقعی بودن ندارد. فقط به فرصت‌هایی برای درخشش نیاز دارد. شما اینجا هستید، زیرا هر یک از شما موهبتی بی‌نظیر دارید. کار من آموزش شما نیست، بلکه کمک به شما برای تشخیص قدرتی است که از قبل در درون خود دارید.
جوانی در ردیف اول دستش را بالا برد. خانم رحمانی، از کجا بدانیم که به اندازه کافی خوب هستیم؟ پریسا لبخند زد و به یاد آورد که خودش نیز زمانی همین سوال را پرسیده بود. چرا اینجا هستید؟ زیرا وقتی دنیا به شما گفت که نمی توانید، جسارت کردید و تلاش کردید. این عزم، این شجاعت، ارزشمندتر از هر مدرک دانشگاهی است. ماه‌ها به سالها تبدیل شد. برنامه پریسا رشد کرد و به 20 کشور گسترش یافت. هزاران استعداد جوان فرصت‌هایی را یافتند که در غیر این صورت هرگز نمی داشتند. برخی مترجم شدند، برخی میانجی فرهنگی، برخی فعال حقوق بشر. اما همه چیز مشترکی داشتند. اعتقاد به این که استعداد واقعی از مدارک فراتر می رود و هر صدا بدون توجه به این که چقدر ساکت شده باشد سزاوار شنیده شدن است. در یک مراسم ویژه در سازمان ملل متحد، پریسا جایزه بین المللی حقوق بشر را دریافت کرد. در حالی که این تقدیر را در دست داشت، به تمام افرادی فکر کرد که این لحظه را ممکن ساخته بودند. مادر بزرگش که همه چیز را فدا کرده بود. ناهید که وقتی او در بدترین وضعیتش بود به او ایمان داشت. سارا که برای او علیه همه پیشبینی‌ها جنگیده بود. وانگ که شجاعت گفتن حقیقت را پیدا کرده بود. در سخنرانی پذیرش خود، پریسا درباره دستاوردهای خود صحبت نکرد، درباره مادر بزرگش صحبت کرد. فرشته رحمانی هرگز مدرک دانشگاهی نداشت، هرگز به خاطر کارش تقدیر رسمی دریافت نکرد، اما او چیزی را درک می‌کرد که دنیا تازه در حال یادگیری آن است که ارزش یک فرد با گواهی‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه با شخصیت، نه با مدارک، بلکه با شجاعت. صدایش کمی با احساسات لرزید. این جایزه متعلق به من نیست، متعلق به اوست، متعلق به هر کسی است که یک بار دست کم گرفته شده، نادیده گرفته شده، ساکت شده است. این یادآور این است که استعداد خارق العاده میتواند از مکانهای عادی بیاید و گاهی اوقات قدرتمندترین افراد کسانی هستند که دنیا هرگز متوجه آنها نمی شود. تشویق پس از آن 5 دقیقه کامل طول کشید. مردم از سراسر جهان به صورت مجازی نه تنها پریسا بلکه تمام فرشته‌های دنیا را تشویق می کردند. تمام مادر بزرگها، مادران، کارگران نامرئی که دانه‌های امید را کاشته بودند بدون اینکه بدانند آیا هرگز شکوفا خواهند شد یا خیر. آن شب پریسا در آپارتمان خود در ژنو بود و به شهر روشن نگاه می کرد. تلفنش زنگ خورد. شماره ناشناسی بود. خانم رحمانی، من ماریا هستم. 16 سال دارم و در یک روستای کوچک در گواتمالا زندگی می کنم. مستند شما را دیدم. من به 5 زبان صحبت می کنم که از گردشگرانی که از روستایم بازدید می کردند یاد گرفتم. همه به من می گویند بدون تحصیلات رسمی غیر ممکن است که این درست باشد. اما شما به من امید دادید که شاید، فقط شاید، من هم می توانم آینده های داشته باشم. آیا می توانم برای برنامه شما درخواست دهم؟ پریسا با اشک در چشمانش لبخند زد. البته که می توانی، ماریا. داستانت را برایم بگو. و در حالی که به داستان ماریا گوش می داد، پریسا فهمید که این میراث واقعی مادر بزرگش بود. نه شبکه‌های برچیده شده یا جوایز دریافت شده، بلکه هر زندگی فردی که تحت تأثیر قرار می گرفت، هر استعدادی که شناخته می شد، هر صدایی که بالاخره شنیده می شد. چرخه ادامه داشت، امید تکثیر می شد و پریسا مطمئن بود که مادر بزرگش فرشته لبخند می زد. زیرا در پایان این هرگز داستانی درباره زبانها یا بی‌عدالتی یا قضاوتها نبود. این داستانی درباره عشق بود. عشق یک مادر بزرگ که نوحاش را برای تغییر جهان آماده کرد. عشقی که از مرگ، زمان و شرایط فراتر رفت. و آن عشق که به 11 زبان و هزاران عمل شجاعت ترجمه شده بود، دنیا را روشن کرده بود.